بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم. انشالله که حالتون خوب باشه و هر کجا که هستید توفیقات الله تعالی روزافزون نصیب راه شما. الله تعالی رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا به همراه شما خوبان عزیزان بار دیگر در کنار هم جمع بشیم در یکی دیگر از سفره‌های دل. میهمان بسیار عزیز و محترمی داریم در داخل استودیو، جناب دکتر نور محمد عمرا. این افتخار نصیبمون شده که در استودیو میزبان این عزیز گران قدر باشین. بنده به نمایندگی از شما و از طرف خودم سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی ممنون. اگر اجازه بدید بنده هم عرض سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاه و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. چه خوش گفت شاعر از دم صبح ازل تا به قیام عرصات، بر سر و پای دلارای محمد صلوات. شکند تیغ زبانم همه دم شاخ نبات، باد بر قامت رعنای محمد صلوات. فرض عین است می بگویم تا وقت ممات، دم به دم بر گل رخسار محمد صلوات. استاد سلیمانی یک صلوات جانانه خدمت بینندگان اگر عرض کنید که من یک عرض سلامی خدمتشون داشته باشم. اللهم صل على محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. بهترین تعبیری که برای صلوات میشه استفاده کرد همون تعبیری است که پیامبر ما فرمود و در نمازها داریم اون رو استفاده میکنیم. جناب دکتر ادامه سخن شما. بله، اینو هم میگن که صلوات ابراهیمی. حقیقتش من عرض سلام و ادب دارم البته خدمت همه شما بینندگان عزیز. وقتی که با هم قبل از این که بیام به اصطلاح به استودیو و استاد سلیمانی منو دعوت کنند، تو این فکر بودم که به شکرانه خداوند متعال بیشترین خدمت هایی که در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رسانه هایی که حداقل تا جایی که من اطلاع دارم انجام گرفته در وصال حق هست و من تبریک عرض می کنم به مدیریت این شبکه و به کارکنان این شبکه که خداوند بهشون این فرصت رو داد و این منت رو بر اونها گذاشت و این توفیق رو داد در این راه گام‌های مثبتی رو بردارن. و جالب اینجاست که در این میدان شاید بیشترین سهم رو جناب استاد بزرگوارمون جناب استاد سلیمانی شاید حمل کردند و داشتن که خداوند بهشون جزای خیر بده. حقیقتش تا جایی که بنده حداقل در اطلاع دارم از دوستانی که باشون آشنایی دارم، از دعوتگران و از علما و اندیشمندانی که در باب سیرت کار کردند، شاید شخصیتی مثل استاد سلیمانی رو بنده سراغ نداشته باشم. همیشه هم که موردی برام پیش میاد به هر حال ایشون دیگه دایره المعارفی هستند که من بهشون مراجعه میکنم. امروز وقتی که به من میگفتند که بحث گلدشتی هست در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اینی که ما بیاییم برگه‌هایی از زندگی پیامبر رو با هم مرور کنیم، فکر کردم که واقعا من وقتی که در کنار ایشون میشینم احساس خیلی خیلی کوچیکی میکنم، وقتی به خصوص که در بحث سیرت باشه. اینجا بود که به سرم زد که همین که نشستم تو استودیو میکروفون رو از دست ایشون بگیرم و من بشم مجری برنامه و ایشون باشه کارشناس برنامه. در خدمت جناب استاد سلیمانی ابوالفضل سلیمانی هستیم، متخصص در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در قرآن کریم که خب برنامه قرآن کریم ایشون دیگه زبان زده خاص و عام هست و میخوایم که انشالله با همراه با استاد سلیمانی انشالله مروری داشته باشیم در گلدشتی از سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این رو من با اجازه شما بزرگترها و شما بینندگان عزیز این به اصطلاح حرکت رو انجام دادم بدون اینکه از ایشون اجازه بگیرم تا داد نکشن. من مستقیم میرم روی اصل مبحث. استاد سلیمانی عزیز،
شما به عنوان جوان و به هر حال در سیرت هم که فعالیت هایی داشتید و کارهایی، از محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه و خانواده شما برای ما بگید. من در ابتدا باید حداقل حق دفاع به خودم بدید به من. خواهش می‌کنم بگید تو اصل موضوع جناب استاد سلیمانی، نذارید دیگه ما موضوع رو به اصطلاح. خب بیایید از محبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با همسراشون. البته اگه از موضوع رفتید بیرون دیگه من مجبورم که منو برمیگردونید تو موضوع. چشم ان شاء الله. فقط اجازه بدید من صحبتمو شروع بکنم. خواهش می‌کنم. چشم ان شاء الله. ما حقیقتش توی دوران دبستان وقتی که یکی از همکلاسی‌ها و دوربری‌ها یک حرفی ما میزد که به هر حال حالا تعبیری استفاده میکرد، ما میخواستیم از خودمون دفعش کنیم، دستمون اینجوری میگفتیم جلوش میگفتیم آینه آینه آینه، یعنی اینکه هر چی شما دارید میگید این اصلش به خودتون برمیگرده. البته با نسبت جناب دکتر اونجا تعبیرات منفی استفاده میشد، اما اینجا هم هر چی جناب دکتر میفرمایند در باب به هر حال حسن نظر ایشون نسبت به بنده حقیر هست و حقیقتا هر چی که فرمودن بیشتر شایسته خودشون هست. ما هم شاگردی افتخار شاگردی ایشون رو داشتیم. در موضوع جناب استاد سلیمانی اصل موضوع ما بود محبت پیامبر در خانواده و همسراشون ما یاد گرفتیم، در مکتب جناب دکتر یاد گرفتیم و به هر حال همونجوری که خودشون هم فرمودن حقیقتش منو غافلگیر کردن تا اینجای برنامه، دیگه تا آخر برنامه خدا خیر کنه. و حالا من بی شرط باشه دیگه قبول نمی کنم که من میهمان برنامه باشم اینجا، چون که این حق رو من به خودم میدم به عنوان به هر حال مجری این برنامه در طول 2 سال، حداقل بیش از 2 سال گذشته. اما امر فرمودن من صحبت رو آغاز میکنم به شرط اینکه ان شاء الله ادامهش رو جناب دکتر پیش ببرن. من دوست دارم که ان شاء الله این موضوع رو با شما پیش ببریم، ولی من در خدمت شما هستم جناب استاد سلیمانی، اما به هر حال اینجا باشم. من همیشه اینجا هستم جناب دکتر، من همیشه اینجا نشستم. حالا این دفعه دوستان گفتن تو برای تنوع بشین این طرف، روی این کاناپ این طرفی من نشستم، شما کمتر توی استودیو پیدا میشید. اما حقیقتا جناب حالا بینندگان عزیز، ما درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم همونطوری جناب دکتر اشاره فرمودن می‌خواستیم صحبتی داشته باشیم و گل گشتیم در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم و نکاتی رو همینطور در این گلستان عظیم. حقیقتش انسان وقتی که وارد میشه هر چقدر گلستان وسیع‌تر باشه انتخاب گل‌های زیباتر بر انسان مشکل‌تر میشه و انسان در تحیر و حیرت میمونه که کدوم رو انتخاب بکنه و واقعا وقتی دامنه انتخاب خیلی وسیع هست انسان در انتخابش هم دچار مشکل میشه. ما در گلگشتمون در باب سیرت رسول صلی الله علیه و سلم و زندگی گوهربار ایشون حقیقتا شاید توصیف زندگی ایشون به گلستان هم جفا باشه در حق ایشون، چون هیچ گلستانی در روی کره زمین حداقل به زیبایی زندگی اون بزرگوار و اون عزیز نیست. درباره سوالی که جناب دکتر قرار بود جواب بدن، من بخش اولش رو یک اشاره میکنم، ادامه از خودشون میشنویم. درباره محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون ذات نازنین در داخل خانه با همسرانشون اگر بخوایم صحبت بکنیم موضوعات بسیار فراوانی رو ما داریم. من فقط از یک قسمت اشاره میکنم و اونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی با همسرانشون، وقتی که پیامبر اکرم علیه السلام نسبت به ابو جهل و ابو لهب و نسبت به دشمنانی که داشتن انقدر محبت به ایمان اونها داشتن که حداقل تلاش داشتن و اهتمام داشتن و اهمیت میدادن به اونها به عنوان یک انسان و دشمنشون هم بود، یعنی فرعون این امت لقب گرفت ابو جهل و ابو لهب هم که سوره بر ضدش نازل شد، باز هم انقدر حرص داشتن در باب ایمان اونها که آیه نازل شد که ما قرآن رو برای نفرستادیم ای پیامبر ما که شما خود رو مشقت بندازید یا اینکه جان خودت رو نزدیک به خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن شما جان بدی از بس داری حرص میخوری. خب همچین ذات نازنینی که برای کفار اینقدر دل میسوزونه، چقدر نسبت به همسرش، کسی که به هر حال همدمش هست، هم رازش هست، هم راهش هست، هم فکرش هست، هم سفره اون هست، هم کاسه اون هست، هم خونه اون هست، با این شخص چگونه محبت داره به طریق اولا مشخصه. نمونه هاش اجازه بدید دیگه شما ذکر بکنید که حداقل شریک باشیم در موضوع. خواهش میکنم. در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا در زندگی هر انسانی
به خصوص در قضای به اصطلاح خانه و خانواده. در واقع خانم خانه باید قلب و عقل و عاطفه و همه اون آقای خانواده رو یا دو طرف همدیگر رو اشباع کنند، هم از نظر عاطفی و هم از نظر درایت و شعور و عقل. در زندگی پیامبر وقتی میبینیم، واقعا من فکر میکنم اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با غیر از خدیجه ازدواج میکرد، آیا واقعا کسی هم بود در مکه مکرمه که بتونه پیامبر رو در خودش هضم کنه، با پیامبر بتونه توی خانواده زیر سقف یک خانواده تنها این مدت زمانی که پیامبر با خدیجه زندگی میکرد بتونه جای خدیجه رو بگیره؟ خدیجه این تکاملی که داشت، این تجربه زندگی که داشت، این عقل و درایتی که کسب کرده بود، این به هر حال تونست پیامبر رو پر کنه از نظر عاطفی، از نظر عقلانی، از نظر مثلا مسائلی که به قلب برمیگرده. این شاید راز این باشه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این همه مدت رو با خدیجه سپری کردند و ازدواج مجدد هم نکردند در طول زمانی که با خدیجه بودند. و در عین حال میبینیم که خدیجه با وفاتش از زندگی پیامبر نمیره بیرون. خدیجه هست تا آخرین لحظات زندگی پیامبر، یادهای خدیجه، خاطرات خدیجه. از این خاطرات بگید که پیامبر بعد از خدیجه رفتن خدیجه باز هم خدیجه رو تو زندگیشون دارن. من هر وقت که به زندگی ام المؤمنین مادر من خدیجه رضی الله عنها نظر میاندازم با رسول صلی الله علیه و سلم، حقیقتا این بانوی عظیم، این بانویی که هرگز از قلب و روح و یاد رسول صلی الله علیه و سلم نرفت و چگونه میرفت وقتی که هر روز در داخل خانه فاطمه رو میدید، هر روز در داخل خانه بعد از وفات اون بانوی بزرگوار زینب رو مشاهده میکرد و رقیه رو میدید، ام کلثوم رو میدید. و در یکی از خاطرات من برام بسیار جالب هست اون لحظه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم حاله میاد به دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، خواهر خدیجه، و بعد صدا میکنه، در میزنه. از تون صدا، چون شبیه به خدیجه است، این تون صدا رو وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم میشنوه، تنین محبت های خدیجه تو ذهن دوباره تداعی میشه، یادآور کلا همه اون خاطرات خوشه، همه اون لحظه های زیبایی که با خدیجه داشته در اوج مشکلات و سختی ها. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گویی که یک دفعه دوباره اصلا اون احساس میکنه که خدیجه اومد، بلند میشه، میگه خدایا حاله اومده، حاله اومده، حاله اومده. یعنی چنان احساس شعف میکنه رسول صلی الله علیه و سلم و چنان محبت داره نسبت به خدیجه که صدای خواهر خدیجه رو میشنوه و انقدر خوشحال میشه و بلند میشه و ازشون استقبال میکنه و ازشون رو تکریم میکنه. و واقعا وفای رسول صلی الله علیه و سلم به خدیجه کبرا برای من خیلی عجیبه. و یک موضوعی رو که حقیقتا در باب باز خدیجه کبرا جا داره که واقعا دقت بکنیم، بحث برخورد رسول صلی الله علیه و سلم با هر آن چیزی است که پیامبر رو به یاد خدیجه میانداخت. حتی ما در جریانی که ابوالعاص داماد پیامبر و خواهرزاده خدیجه، پسر حاله و همسر زینب، وقتی که با زینب ازدواج میکنه و در جریان جنگ بعد به حال هنوز ایمان نیاورده و پیامبر هم چون میدونه که زینب دوست داره همسرش رو، با اینکه ایمان نیاورده در مکه مونده، زینب هم در مکه است، هنوز نیومده به مدینه، هجرت نکرده، در جنگ بدر شرکت میکنه، در جنگ بدر میاد و زینب در جنگ بدر راضی نیست که ابوالعاص بره، به هر حال میارنش به زور، ابوالعاص رو میارن، در جنگ هم یه گوشه‌ای وایستاده و مشارکت نمیکنه در جنگ، سعی میکنه خودش رو تا میتونه دور نگه داره. به هر حال اسیر میشه در این جنگ و میارنش به مدینه به همراه اسرا. پیامبر در مدینه است، پاره تنش زینب در مکه است، ابوالعاص که نقطه واصل بین این دو تاست الان اسیر دست پیامبر و خبر میرسه به زینب که ابوالعاص اسیر شد و به دست پدر، همسر به دست پدر اسیره، خود فرزند هم حالا توی مکه است، دل فرزند اونجا گیر همسر و نگران پدره
یعنی یک موقف بسیار یعنی عجیبیه. از اون طرف اون حب به همسر، از اون طرف اون عشق و ایمان به پدر. برای زینب در مکه الله تعالی بهتر میدونه که چه حال و هوایی داشت زینب. از یک طرف دیگه این طرف ما پیامبر رو داریم که کسی پیشش اسیر شده که جزء اسرای جنگیه، به هر حال مسلمان هم نیست، در جنگ بوده، حداقل اگر شرکت هم نکرده یک گوشه وایستاده تو جنگ بوده. از اون طرف حالا خبر میرسه به زینب که پیامبر داره اسیرا رو در مقابل یک مالی آزاد میکنه. زینب هم خب گرچه دختر پادشاه مسلمینه، دختر فرمانروای مسلمینه، اما این فرمانروایی، این ریاست به خاطر مال دنیا نبوده که کاخی داشته باشه پر از مال و شاهزاده‌ای باشه که به هر حال تمام مال دنیا دستش. یکی از گرانمایه ترین به هر حال ثروتایی که پیشش هست یه یادگار از مادرش، یه گردنبند از خدیجه پیششه که در شب ازدواج مادر این رو هدیه داده به زینب. حالا زینب رضی الله عنها میخواد از یک طرف شوهرش رو آزاد بکنه، دوستش داره، به هر حال هرچی هست عاطفه همسری است. از یک طرف چیزی دیگه ای نداره جز این گردنبند. اینو میفرسته برای پیامبر. چیزی دیگه نداره یا داره؟ یعنی چون که ابوالعاص آدم ثروتمندی بود. خب برای این یعنی چیزی که بدونه که میتونه مثمر ثمر باشه. پس زینب میدونه که این سلاحی که الان در اختیارشه این قوی ترین سلاحشه، یعنی که چیزی نداره، یعنی اینه که کمکش میکنه. و این الان زینب از عشق پدر نسبت به مادر خبر داره. زینب میدونه که پدر چقدر مادر رو دوست داشت و زینب میدونه که الان میخواد، زینب یک جورایی الان میخواد بگه که من از ابوالعاص دارم حمایت میکنم، نه به خاطر اینکه کافره، نه به خاطر اینکه راضیم به این کارش، نه به خاطر اینکه دوست داشتم بیاد تو این جریان و جنگیده، اما من یک عاطفه انسانی دارم نسبت به همسرم که این عاطفه رو جای دیگه یاد گرفتم، این عاطفه رو از یک استادای دیگه من یاد گرفتم. این گردنبند رو میفرسته پیش پیامبر. پیامبر علیه السلام وقتی این گردنبند رو میبینن، گردنبندی که خدیجه بهشون داده، به زینب داده، این گردنبند تنها یه مالی برای آزادی ابوالعاص نیست، این گردنبند کلی حرف داره برای گفتن. این گردنبند یک دنیا احساس به همراهش اومده. یعنی زینب با این گردنبند تمام محبت مادر و پدر رو جمع کرد تو این گردنبند، فرستاد برای پیامبر که پدر جان این گردنبند رو چقدر شما، همین که پیامبر این رو دید اشک مبارک ریخت. یعنی زینب گفت که گویی که با این گردنبند اینجوری می‌خواست بگه که بابا شما خدیجه رو چقدر دوست داشتی، چقدر دوست داشتی همسرت رو، منم این همسرم، بالاخره تقدیر خداوندی همینه دیگه، چیکارش کنم، دوستش دارم، همسر منه و منم اینو دوست دارم همونجوری که شما خدیجه رو دوست داشتی و حالا دیگه خودت میدونی اگه آزادش میکنی یا نمیکنی. یعنی واقعا این از اون موزه هایی هست، از اون به هر حال محبت هایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این گردنبند میرسه پیششون، خود به خود این گردنبند که میبینه بیاد خدیجه میفته، بیاد اون فضای آرام خونه میفته، اون لحظه‌ای که خدیجه در خونه بود، مادر خونه قبل از بعثت که همه احترام میگذاشتن به پیامبر رو، این فضای آرامی بود، همه کنار هم جمع بودن و به هر حال عاطفه پدری دوباره از یک طرف فوران میکنه، عاطفه همسری و یاد خاطره خدیجه تکرار میشه و اون کوه استقامت. یعنی حقیقتا وقتی که پیامبر اشک میریزه این کار آسونی نیست. وقتی میگیم پیامبر داره اشک میریزه، ما صحبت از یک آدم عادی نمی کنیم، صحبت از کسی می کنیم که اگر زمین و زمان جلوی چشمش از بین برن باز هم متزلزل نمیشه، کوه زیر پاش میلرزه. وقتی میره روی احد نمیتونه پیامبر رو تحمل کنه، کوه زیر پای پیامبر میلرزه. حالا این کوه عظیم در مقابل این احساس عظیمی که زینب فرستاده بود، حقیقتا یا به تعبیر بگیم اون محبتی که به خدیجه داشت دوباره فوران میکنه. اینجا باز هم رسول صلی الله علیه و سلم اشکان مبارکش جاری شد و فرمود که این زینب اینو فرستاده برای همسرش. از یک طرف باز اجازه نمیده این احساس بر اون عدالتش، بر اون مقام نبوتش غالب بشه و احساسش رو کنترل میکنه، اشکای مبارکش، اون مرواریدهایی که از چشمان مبارکش جاری میشه اونها رو پاک میکنه و خطاب به یارانش، چون تبعیض قائل نشده باشه بین ابوالعاص که دامادشه و دیگران، میفرماید که من اینو زینب فرستاده برای همسرش و اگر دوست دارید آزادش کنید، اگرم دوست ندارید به هر حال دیگه اسیر شماست.
و واقعا صحابه مگه میتونستن نبگن؟ صحابه مگه فراموش کرده بودن که پیامبر در فراق خدیجه چه کشید؟ یعنی دیده بودن دیگه، میدونستن پیامبر و خدیجه چقدر با هم محبت دارن. همین صحابه بودن که این سال وفات خدیجه رو اسمش گذاشتن عام الحزن. حقیقتا همینطوره. صحابه هم میدونستن که به هر حال این یعنی چی. صحابه اگه پیامبر گریه کرده، من یقین دارم صحابه هم گریه کردن، یقینا صحابه هم گریه کردن. امروز ما بعد 1400 سال میشنویم، یعنی به سختی خودمون رو کنترل میکنیم که این فضا چطور بود. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم باز صحابه فرمودن که یا رسول الله ما آزادش میکنیم، ما به هر حال امر شماست، چطور ما نگهش داریم، داماد شماست. هم ابوالعاص آزاد کردن، هم داماد پیامبر، و هم اون حتی گردنبند رو هم بهش بست دادن. و پیامبر فرمود که برو به شرط اینکه زینب رو برگردونی. دیگه پیامبر نمیخواد از این بعد بیشتر دخترش رو تنها نگه داره در مکه، داره پدر برای فرزندش تنگ شده و دیگه میخواد پیش خودش باشه دیگه. و ابوالعاص هم نامردی نکرد دیگه، برگشت و پیامبر و برگردوند حضرت زینب رو پیش رسول صلی الله علیه و سلم. حقیقتا جناب دکتر، من هر وقت به این جریان فکر میکنم، این احساس برام خیلی عجیبه که پیامبر چقدر براش مهمه، چقدر احساس فرزندش نسبت به همسر فرزندش، ولی اینکه کافره، چقدر احترام میگذاره به احساسات دخترش و چقدر احترام میگذاره به رابطه خودش با خدیجه. اینجا گویی که خدیجه میاد وسط، دوباره پای در میونه میکنه بین پدر و بین داماد پدر و رسول الله صلی الله علیه و سلم آزادش میکنن. اینا یکی از اون مواقفی است که من هرگز توی زندگی پیامبر، یعنی هر وقت حقیقتا یادم میفته به سختی خودم رو نگه میدارم. یعنی خیلی سخته واقعا تحمل همچین صحنه‌ای و بدون اینکه انسان هیچ تأثیر بگیره از این، مگه انسان خیلی سنگدل باشه که بتونه جلوی خودش رو نگه داره. حالا شما مثلا همین مورد رو بگیریم توی زندگی خودمون، توی یک پیام این رو خلاصش کنید برای پدر مادرها، مادری پدری که به هر حال دامادی داره که ازش خوشش نمیاد یا عروسی داره که ازش خوشش نمیاد، به هر حال یک ازدواجی صورت گرفته، حالا چطور این ازدواج صورت گرفت، مادر راضی بود، پدر ناراض بود، به هر حال در نهایت یک سری تکون داد و ازدواج صورت گرفت. الان بین این دوتا به اصطلاح زوجین یک عاطفه و یک عشق و علاقه خاصی هست. من پدر خوشم نمیاد از به اصطلاح عروسم یا از دامادم. اینجا شما چه پیامی رو به این خانواده ها یا به این پدر مادر میدید؟ شما دارید دوباره همون حکایت اول تکرار میکنید، همه رو من مجبور میکنید من صحبت کنم. من دوست داشتم که خودتون این رو میگفتید، اما حقیقتا این موضوعی است که برای ما همه جای درسه. به هر حال در چارچوب شرع، آنچه که شرع به ما اجازه میده، یعنی محبت دو انسان نسبت به هم، الله تعالی ذات کاره. این رابطه همسری با هم، یعنی رابطه زناشویی، یک رابطه‌ای که یکی از نشانه‌های قدرت الله تعالی بیان میشه در قرآن کریم. الله تعالی میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. یکی از نشانه‌های قدرت الله تعالی بیان شده این رابطه زناشویی و اون محبتی که ایجاد میشه. دو نفر بیگانه که هیچ نسبتی در ابتدا با هم ندارن، نامحرم هستن، رابطه جدایی از هم دارن، چنان به هم وصل میشن که تعبیر قرآنی این است که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، مثل لباسی که به تن میچسبه، اینقدر به هم نزدیک میشن، همدیگه رو گرم میکنن و از هم دیگه محافظت میکنن در مقابل ضررهایی که به بدن وارد میشه در تعبیر لباس. و حالا من جناب دکتر، نظر من اینه که این وقتی رابطه الله تعالی میفهمد یکی از نشانه‌های قدرت الله تعالی است. الله تعالی میفهمد رابطه زناشویی، مطلق رابطه زناشویی رو مطرح میکنه که این رابطه زناشویی و جعل بینکم موده و رحمه، مودت هست، رحمت هست، وابستگی روحی هست. این دوتا همدیگر رو تکمیل میکنن، کامل میکنن. و حتی ما در آیات قرآن کریم اجازه داده شده که انسان با اهل کتاب هم ازدواج بکنه، یعنی با دختر مثلا پسر مسلمان به یک دختر مسیحی، با یک دختر یهودی که الله تعالی صراحتا میگه اینا کافرن، اینا مشرکن، اینو رو اجازه میده. این جمع بین این آیات این درس رو برای ما داره که ما یعنی احتمال داره که یک مرد مسلمان با یک زن غیر مسلمان هم ازدواج بکنه و همدیگر رو دوست داشته باشن، محبت بکنن. این محبت هیچ اشکالی نداره، بلکه این محبت رو خود الله تعالی داره میگه هست.
چون خودش اجازه داده که با این ازدواج بکنه و خودش هم این ازدواج هست. حالا ما بیایم بگیم نه تو نباید این کارو بکنی، برای اون چیزهایی که شرع اجازه نمیده، به هر حال در اون چارچوب وظیفه شرعی هر کسی از پیامبر هم وقتی که همین رابطه زینب و ابوالعاص آیه نازل شد که من کرد به هر حال زندگی مسلمانان با کفار رو با هم، به زینب فرمود که ابوالعاص دیگه از این بعد با تو محرم نیست و اگر وقتی که برگشت به مکه گفتی که با تو به مدینه وقتی که برگشت گفت نباید با تو نزدیک بشه. و اما اون محبت، این که حالا انسان بیاد به زور نظر خودش رو غالب بکنه به دیگران، چون من نمیخوام، من قرار نیست با اون زندگی بکنم، اون قراره باش زندگی بکنه، اون محبت داره، اون وابستگی داره بهش و نظر خودم رو تحمیل بکنم به اون، این نظر اجباری من تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت بر زندگی اونها. و اینکه رابطه رو به هر حال هیچ وقت سعی نکنیم ما یکی رو در دوراهی انتخاب بین خودمون و بین همسرش قرار بدیم، چون هر انتخابی، هر کدوم از این انتخابا براش سخته و یقینا ضربه روحی زیادی بهش خواهد خورد و یعنی جبران ناپذیره. اینها مسائلی هست که شاید برای ما آسونه ولی برای اون سخته، دل کندن برای اون سخته. پیامبر احترام گذاشت، پیامبر برای زینب احترام گذاشت، تا آخرین لحظه هم از این محبت حمایت کرد و تا آخرین لحظه. و نتیجه این محبت این شد که حمایت پیامبر که ابوالعاص مسلمان شد. ابوالعاص بالاخره این میتونست پیامبر همون موقع بگه که زینب حق نداره باید زندگی بکنی، بیا خونی من بشین، ابوالعاص هم میرفت دیگه. این تعلق بین زینب و ابوالعاص آخر ابوالعاص رو کشید به دامنه اسلام، آخر این رشته‌ای که پاره نشد اون رو کم کم نزدیک کرد این طرف. چه بسا خیلی رشته‌ای که ما قطع میکنیم سبب میشه که کلا رابطه قطع بشه. البته جواب رو شما باید زیبا. رابطه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با خدیجه خیلی خیلی جای تمعن داره. وقتی ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سالها بعد از وفات خدیجه خب تو مکه بود و در مکه دفن شد و پیامبر اومد به مدینه منوره، جای پیامبر، جای خدیجه رو در زندگی پیامبر یک زنی نتونست پر کنه هیچ وقت. و همین بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواج‌های متعدد هم کردن، چون که جوانب مختلف زندگی پیامبر، شخصیت نبوت این اقتضا رو داشت که کسی ام سلمه‌ای باشه که به اصطلاح بتونه جانب عقلانی و مشورتی خدیجه رو در پیش پیامبر پر کنه. یکی مثلا عایشه باشه که بتونه جوانب عاطفی که در زندگی پیامبر هست اونو پر کنه. یک مثل صفیه باشه، مثل حفصه باشه، مثل سوده باشه که همه جوانب مختلف زندگی پیامبر، جوانب روابط اجتماعی، همه این موارد رو در زندگی پیامبر همه اینا جمع شدن در کنار هم که بشن یه خدیجه دیگه. و میبینیم که پیامبر این خدیجه، باز هم خدیجه وقتی پیامبر رو میبینیم که مثلا یک قربانی میکنن، چیزی میکشن، میفرستن گوشتشو میفرستن پیش کی، ببرید بدید فلان پیرزن. چرا به فلانی؟ میگن این از دوستای خدیجه بود، روزای خدیجه پیش ما میومد. خیلی تعبیر بسیار زیبایی است، یعنی یک جو خدیجه هست. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اینی رزقت حبها، محبت خدیجه، عشق و علاقه خدیجه رو من به عنوان یک رزق و روزی خداوند به من داد. این از خدیجه بود و این زن بسیار بزرگ. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همسرای دیگه‌ای داشتن. از میدانهای دیگه زندگی پیامبر، از روابط و عشق پیامبر به همسراشون، از اینو به ما بگید. دوستان هم بینندگان هم در نشد دیگه جناب دکتر، اینجوری که من فقط جواب بدم، خودتون این رو یک نمونهشو شما بگید تا نمونه دومشو باز من ان شاءالله فکر کنم بگم. من حقیقتش اگر بخوام از زندگی پیامبر، البته زیباست، شخصیت‌های امهات المؤمنین خودش قابل تمعن است. مواردی هست چیز قابل ملاحظه‌ای هست در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که عایشه مثلا یک شخصیت خاص خودش هست رضی الله تعالی عنها و عنهن جمیعا. خب عایشه از همه همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خردسال‌تر بودن، شوخ‌طبع‌تر بودن، به اصطلاح همچین شنگول بودن و بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از همه بیشتر به اصطلاح عمر کردند و تونستند زندگی پیامبر رو آنطوری که هست
تصویر برداری کنند و منتقل کنند برای ما. مثلا یک چیز زیبا اینجا هست که مثلا حضرت عایشه میفرمایند که اگر من وقتی که همسر یه خانم وقتی که در دوران به اصطلاح همون عادت ماهیانه است یک حالت بیمارگونه داره و در حقیقت از نظر پزشکی هم مریض محسوب میشه، بیمار است و یک بیماری طبیعی است برای به اصطلاح فطرت خانم هست. و این اصلا در عادت در پیش یهودی ها مثلا خانومی که در عادت ماهوارش بود این دیگه اصلا نجس میشد، مطرود میشد، اصلا بهش نزدیک نمیشدن، نه باش غذا میخوردن، تو یک اتاقی مینداختن دور طردش میکردن که اصلا این مثلا پلید شده. در خود به اصطلاح جامعه اون روز جامعه جاهلی هم تقریبا همچنین تراثی، همچنین میراث از دیانت‌های پیش مونده بود پیش مردم. این بود که مثلا عایشه میفرمایند که وقتی که من در دوران به اصطلاح عادت ماهیانه هم می بودم چیزی رو مثلا نوش جان میفرمودم، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم همین ظرف رو میگرفت نگاه میکرد من از کجا نوشیدم یا از کجا خوردم، از همونجا نوش جان میفرمودن. این مثلا روایت عایشه است. حالا مثلا میبینیم روایت یکی دیگه از امهات المؤمنین سوده، مثلا سوده میفرمایند که وقتی که از خانمهای پیامبر در حالت ماهوارینی بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سرشون رو میذاشتن تو آغوش اون خانمشون قرآن میخوندن که دلشون رو به دست بیارن، بهشون این احساس بدن که تو عزیزی در این حالت و در غیر این حالت پیش من همونی. حالا ببینید اونجا عایشه میگه که من وقتی این کار میکردم، سوزه میگه که یکی از خانم‌ها. حالا نمیگه من، خب شما از کجا خبر داشتی بگی این که خودت باشی؟ اما اینو نمیگه چون شخصیت سوده شخصیت سنگینی هست، یک شخصیتی هست که مثلا یه چیزایی هست که بسیار روش نمیشه بگم که من مثلا همچین کاری میکردم. خب نیاز بود که در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه این گلها باشن و پیامبر رو در کنار عایشه ببینیم. در کنار وقتی ما میگیم مثلا در روایت بیشتر از عایشه داریم، مثلا این دلیل این نیست که مثلا مسائل این چنینی در خانه های دیگر پیامبر نبود، اما خب بنا به دلایلی از جمله این که مثلا شخصیت همسرای شخصیت های و به اصطلاح امهات المؤمنین مختلف بود. یکی اینی که بعضی هاشون به اصطلاح این فرصت رو نداشتن که بتونن به اصطلاح این تعالیم نبوی رو بدین صورت برسونن، بعضیاشون در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردن، بعضیاشون در همون اوایل وفات کردن که قضایی که به اصطلاح مطرح میشد همه ازش اطلاع داشتن، حالا نیازی نبود که به اصطلاح منتقل بشه. و عایشه به اصطلاح این فرصت بیشتر رو داشت تا بتونه به اصطلاح این روایت ها رو برای ما منتقل کنه. از عایشه و پیامبر مثلا از شوخی ها بگید، از مسابقات بگید. مثلا بحث از مسابقه شد. اجازه بدید من به خاطر اینکه بینندگان عزیزم با ما مشارکت داشته باشن در بحث، انشالله شماره پیامک رو برای شما برای بچه کنترل، عزیزای کنترل انشالله می نویسن. شما هم لطف کنید اگر دوست دارید با ما مشارکت بکنید، پیام بفرستید درباره اون قسمت هایی از زندگی پیامبر اکرم علیه السلام که براتون زیباست. یک اشاره‌ای بکنید بهش حداقل، مثلا فلان داستان برام خیلی زیباست و فلان قسمت من خیلی دوست دارم، فلان صفت ایشون برای من خیلی زیباست، فلان برخوردشون برای من خیلی زیباست و انشالله در خلال برنامه حتما انشالله درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. یا اگر احیانا سوالی هم در این باب دارید از جناب دکتر انشالله سوالاتون هم بفرستید، انشالله حتما مطرح خواهیم کرد. درباره بعضی وقتا جناب دکتر من احساس میکنم شاید ما چون شخصیت رسول صلی الله علیه و سلم یک شخصیت کامل در همه ابعاد زندگی، یک شخصیتی که خب یک رهبر بسیار بزرگه، بزرگترین رهبر تاریخ بشر بدون شک. ما در طول تاریخ بشر همچین رهبری رو نداشتیم. به اعتراف حتی کسانی که بیشون ایمان هم نیاوردن اما منصفن. و یک شخصیتی است که علاوه بر اینکه یک فرمانده قوی در جنگ و لشکر و یک به اصطلاح بگیم حالا فرمان روای یک به هر حال سرزمین هم هست و هزاران
سرباز داره، بلکه بهتر بگیم که هزاران جان فدا داره که حاضرن قطعه قطعه بشن تا موی از سرشون کم نشه. و در کنار اینکه شخصیتی است که با وحی در ارتباطه، یک شخصیت معصومه، از هر گونه خطا و اشتباه پاکه، و شخصیتی که مربی، معلم، شخصیتی که تعلیم میده، شخصیتی که جدی خیلی جاها. این شخصیت جناب استاد اگر شما اجازه بدید یک میان برنامه با هم داشته باشیم، بعد این قضیه رو با هم کامل کنیم. امروز جناب دکتر از من کلا برنامه رو از دست من گرفتن دیگه. باشه حالا باز نوبت منم میرسه. تا همینجا داشته باشیم موضوع رو که درباره شوخی‌های ام المؤمنین درخواست جناب دکتر است برای میان برنامه. چی بگم دیگه، امروز در مقابل کار انجام شده قرار گرفتن. نمیدونم حالا با کارگردان برنامه هماهنگ کردن یا نه، ولی به هر حال ان شاء الله باشه ببینیم برگرد. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق و از دل دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صد حلاله داری، نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صد حلاله داری. بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی. بیادت شام مکه رنگ خون است، پگاه سرخ یثرب لاله گون است، پرستوهای طائف پر شکسته، نفس
نفسهای قناری گشت خسته در این عالم تو قربانی بدادی در ایمان بروی ما گشادی هزاران جان ما قربانت ای دوست فدای دین جاویدانت ای دوست هزاران جان ما قربانت ای دوست فدای دین جاویدانت ای دوست رسول الله توی محمود هر دل توی سر منزل مقصود هر دل درود قدسیان بر روح پاکت بیاران شهید سینه چاکت درود قدسیان بر روح پاکت بیاران شهید سینه چاکت درود قدسیان بر روح پاکت بیاران شهید سینه چاکت بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز و از این اشکال فنی که پیش اومده هم معذرت میخوایم. اتاق کنترل میگن جایی برف و بورانی هست و رابطه ما با هم قطع شد که من از این چیزا زیاد سر در نمیارم. به هر حال عرض پوزش داریم از خدمت همه شما عزیزان. با جناب استاد سلیمانی بودیم و صحنه‌هایی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، زندگی بسیار بسیار خودمونی و زیبا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یادمون نره وقتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حرف میزنیم یعنی از خیر البشر، یعنی از کسی که بار مسئولیت هایی که داره از غیر برامون حداقل غیر قابل تصور هست. کسی که مسئولیت زعامت دینی و زعامت اجتماعی الگو هست در همه زمینه‌های زندگی. این شخص چطور همراه با خانواده‌اش روزها رو سپری میکنه. الان با استاد سلیمانی بودیم و حکایت مثلا گفتیم که دو میدانی های پیامبر. حالا ببینیم که این حکایت دو میدانی های پیامبر چی هست. بله استاد در خدمت میام. منم عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. من همون اول قبل از شروع برنامه وقتی که تو گوش جناب دکتر از این گوشیایی که اینجا تو گوش من از گذاشتم و شک می‌کردم که همه یک نقشی بر علیه من دارن، اما به هر حال قرار همیشه من شروع بکنم، دوربین بیاد رو من یه دفعه ببینم جناب دکتر رفروند. در آنچه که جناب دکتر فرمودن در ادامه صحبت جناب دکتر، حقیقتا برخی از نکات زندگی رسول صلی الله علیه و سلم شاید برای خیلی از ما اصلا عجیب باشه و اصلا تعجب بکنیم. من جمله اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون عظمت شأنشون که البته هیچ تناقضی نداره، عظمت شأن و محبت و شوخی‌هایی که با همسرانشون انجام میشه. جناب دکتر، من برام اولین باری که این موضوع رو شنیدم خیلی جالب بود که پیامبر اکرم علیه السلام مسابقه دو میدانی میذاشتن با همسرانش و علل خصوص مادرمان عایشه رضی الله عنها که خب نسبت به دیگران جوانتر بودن و به هر حال رقیب سرسختری بودن در مسابقه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر میفهمند که ما اولین باری که ما با هم مسابقه گذاشتیم، این مسابقات غالبا در فضای خارج از محیط مدینه برگزار می‌شده و در
سفرهایی که میرفتن و میخواستن برگردن به سمت مدینه، کاروان رو جلوتر میفرستادن و با محبوبی خودشون خلوتی داشتن و از این فرصت استفاده میکردن. برام خیلی جالبه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونن که خب همسرشون یک انسانه و به هر حال عواطفی داره، احساساتی داره و دوست داره که رابطه همسریش با همسرش قبل از اینکه پیامبر اسلام باشه همسر ایشونه. یعنی این رابطه همسران پیامبر با دیگر افراد در مدینه یک تفاوتی داره که اینها دو تا نسبت با پیامبر دارن. یکی اینکه هم متبع ایشون هستن، جز صحابه ایشون هستن، حالا صحابیه به تعبیر دقیق تر، و همین که همسر ایشون هستن. این رابطه‌ای که به هر حال حق همسری دارن گردن پیامبر، اینها هم حق دارن اون محبتی رو که پیامبر به هر حال باید نسبت به همسرش داشته باشه با تمام وجود احساس بکنن. همونجوری که پیامبر به دیگران امر میکنه که بهترین شما کسیه که با همسرش بهتر باشه و من از همه شما بهتر هستم، در عمل این رو پیامبر اکرم علیه السلام میخواد تطبیق بده با تمام مشغله هایی که داره. این جالبه. شاید خیلی ها مثلا الان به هر حال حالا کمی دفاع کنیم از خانم‌ها، شاید مثلا آقاها به هر حال وعده میدن به خانم‌هاشون که آخر هفته و این روز و اون روز میریم فلان جا، بعد مشغله کاری دیگه نشد، ببخشید تو رو به خدا، مشکل بود و آقا نگذاشت و مدیر نگذاشت و سفیر نگذاشت و کبیر نگذاشت و مهمون اومد و این و اون. حالا یه بار اتفاق میفته، طبیعتاً یک بار اتفاق میفته، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، یعنی هی تکرار میشه و همش بهانه کار. اما پیامبر اکرم علیه السلام با اون همه مشغله های کاری از فرصت های کوچکی که پیش میومد استفاده میکردن دیگه. کاروان داره برمیگرده، میگفتن برید جلو. مادر میفهمد ما شروع کردیم، پیامبر فرمود که عایشه با من مسابقه میدی؟ و گفتم که یا رسول الله چرا که نه. و گفتن که تا فلانجا با هم مسابقه میدی. مادر میفرماید تو این مسابقه من بار اول که شروع کردیم به دویدن، من رفتم جلو، پیروز شدم، من بردم این بازی رو، مسابقه اول من بردم. گذشت زمانی، گذشت و مدتی گذشت و به هر حال باز یک کمی وضعیت اقتصادی و معیشتی بهتر شد. غالبا شاید بعد از فتح خیبر بوده باشه، چون مادر میفرماید ما تا قبل از فتح خیبر در داخل خانه زیاد وضعیت اقتصادی و حتی شکم سیر کسی غذا نمیخورد، نه تنها همسران، در کل صحابه هم همینطور. به هر حال میفهمن که وضعیت اقتصادی بهتر شده بود و من مقداری به هر حال بیشتر رسیدگی میشد به وضعیت به هر حال کل اهل مدینه، غذای بیشتری بود و مقداری وزنم بیشتر شده بود. باز دوباره در یک مسیری فرصتی پیش آمد، خلوتی پیش آمد و پیامبر فرمودن عایشه مسابقه میدی؟ مادرم دیگه حالا میخواد امتیازها رو 2 برابر کنه دیگه، از خدا خواسته، و پیامبرم حالا میخواد تلافی کنه دیگه توی این مسابقه، نمیخواد کم بیاره جلوی خانمش، اگرچه عزیزترین فرد زندگیش هست به هر حال در بین همسران حداقل و در بین صحابه. و فرمود که بله یا رسول الله آماده‌ام. مادر میفهمد تو اون مسابقه دیگه من هر چیز زور زدم که بودم جلو برم، نشد. تو اون مسابقه من شکست خوردم. پیامبر فرمود که این در مقابل اون، حالا یک مساوی، حالا مساوی شدیم. در روایت دیگری باز ذکر میشه که باز مسابقه دیگری برگزار شد، حالا دیگه هنوز هر دو تا یک امتیاز دارن، برنده هنوز مشخص نیست که برنده شده، و باز رسول صلی الله علیه و سلم مسابقه رو بردن و به هر حال این مسابقه پایانش به نام رسول صلی الله علیه و سلم 2-1 پیروز شدند. این مسابقه دومی به مسافتی هم که برخی از مورخین و سیره‌نگاران تعیین میکنن در منطقه داخل شهر مدینه، یعنی خارج از محدوده شهر اون زمان و در داخل محدوده فعلی هست، یعنی بیش از 1 کیلومتر راهه. این مسافتی که قابل ملاحظه است، یعنی 1000 متره، 2000 متر بوده به اصطلاح امروزی ما، 2000 متر بوده و 1000 متر دویدن برای رسول صلی الله علیه و سلم در سن بالای 50 حداقل، یعنی 55 میتونیم بگیم 55 که حداقل بوده، چون لحظه ورودشون به مدینه 50 حداقل 53 بودن و حداقل 2-3 سال بعدش هم که با ام المؤمنین ازدواج کردن، یعنی از 55 به بعد بود. و جالبه که پیامبر اکرم علیه السلام حتی همین نوع شوخی و محبت با همسرشون رو در فضایی که فضای امنی هست، در یک محیطی که به هر حال چشمهای دیگران نمیبینن و یک محیط خلوتی هست به تعبیر ساده‌تر و یک فضای امنی هست که در اون میتونن راحت محبت بکنن، این مسابقه رو داشتن. و به هر حال حالا این یک مسابقه‌ای که پیامبر با
ام المؤمنین عایشه داشتن. مسابقاتی باز خود همسران با هم داشتن جلب محبت همسرشون رسول صلی الله علیه و سلم نسبت به هم. به طبیعی هم است، یعنی حتی صحابه هم نسبت به اینکه فلانی احساس میکنن محبوب تر نسبت به پیامبر شاید دوست داشتن که جای اونو بگیرن، رقابت میکردن. همونجوری که قرآن میفهمد و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ما هم باید سعی بکنیم که یعنی کاری بکنیم که محبوب تر باشیم نزد الله تعالی، محبوب تر باشیم روز قیامت نزد رسول صلی الله علیه و سلم. بدون شک همسران هم به طریق قولا این رقابت رو داشتن که دیگه کی بیشتر دلبر رو به دست بیاره، دلش رو ببره. و مادر میفهمد در یک از سفرها قرعه کشی میکرد رسول صلی الله علیه و سلم و در یک از سفرها قرعه به نام من و حفصه افتاد، دختر ابوبکر و دختر عمر رضی الله عنهما. پدراشون در ایمان و یاری و نصرت پیامبر با هم رقابت دارن، گرچه حضرت عمر همیشه معترف بود که من هیچ وقت رقیب ابوبکر نشدم، هر کاری کردم از ابوبکر نتونستم پیش برم و آخر اعتراف کردم که دیگه نمیشه از تو پیش افتاد. و حالا حفصه هم رگ عمری داره و دوست داره که در رقابت با عایشه صدیقه همونجوری که پدراشون با هم رقابت دارن این دوتا میخوان رقابت بکنن. و میفرماید که من ام المؤمنین عایشه میفرماید من در کجاوه خودم در شتر داشتیم برمیگشتیم، من و حفصه با هم بودیم تو اون سفر. پیامبر صلی الله علیه و سلم هی می اومد به من سر میزد. خب طبیعتا رسول صلی الله علیه و سلم محبتش نسبت به عایشه بیشتر از دیگران بوده و اعتراف هم کرد. یعنی تعبیر اعتراف جالب نیست، تعبیر یعنی بیان کردن این رو، یعنی گفتن بیان کردن که عایشه رو بیشتر دوست دارن. و باز خب می اومدن به عایشه صدیقه سر میزدن، تو مسیر خبر میگرفتن. حفصه رضی الله عنها ام المؤمنین این صحنه رو که مشاهده کرد، حالا یک نقشه‌ای کشیده که دیگه اینجا حریف رو تا حدودی تو این سفر کنار بزنه. یعنی گرچه محبت بین حفصه و عایشه رضی الله عنها و همه همسران پیامبر بوده بدون شک، اما اینکه طبیعت به هر حال رقابت بین چند همسر در جلب محبت شوهرشون طبیعیه دیگه، کاملا فطرت طبیعی است. اگر نباشه باید جای سوال پیش میاد چطور امکان داره که انسان اون فطرت سالم داشته باشه و این احساس ایجاد نشه. خلاصه حضرت عایشه میفهمد که حفصه اومد پیش من و گفت که عایشه نظرت چیه شترامون رو عوض کنیم؟ به هر حال تو هم شتر منو تجربه کنیم، منم شتر تو رو تجربه کنم. میتونیم این رو به این گونه تعبیر بکنیم که الان مثلا اگه دو نفر دو تا ماشین سوار باشن مدل‌های مختلف، یکی بیاد بگه فلان چطور ماشینا رو عوض کنیم تجربه کنیم این مدلش چطوره، اون شترها هم فرق میکردن دیگه، سواریشون، هیکلشون، راه رفتنشون. به هر حال تونست قانع بکنه حضرت عایشه رو و حالا حضرت عایشه هم دیگه نمیدونه که چه نقشه‌ای براش کشیده حفصه و خلاصه قبول کرد. رفت تو شتر کجاوه حضرت حفصه، شتری که داشتن اون رو سوار شد و حضرت حفصه اومده تو این شتر، بر روی این شتر در کجاوه حضرت عایشه سوار شده و پیامبر هم نمیدونه. پیامبر فرمانده لشکر در میان لشکر یا جلوی لشکر هستن و از این تغییر و تحول فعلا بی‌خبرن. طبق به هر حال عادت اومدن باز یک احوالپرسی بکنن از محبوبی خودشون به این گمان که داخل کجاوه عایشه صدیقه است. میان و نزدیک میشن و بعد حفصه رضی الله عنها اونجاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتما ذکاوت و تیزهوشیشون به هر حال یقینا این نتیجه رسونده اونها رو که یک حرکتی حفصه کرده این وسط، یک بازیگوشی صورت گرفته. اما رسول صلی الله علیه و سلم اون متانتشون، اون وقارشون، اون حجب و حیا اجازه نمیده که حتی بپرسه که شاید حفصه دلخور بشه که یا رسول الله خب مگه من شما دوست نداری چرا پرسیدید اصلا. حتی همین نمیپرسن حتی، و این هم یعنی واقعا جای تأمل داره که چقدر این ذات نازنین حواسش جمعه به احساسات حفصه، حتی میدونه که حتی کوچکترین حرکتی شاید حفصه رو ناراحت بکنه. حفصه میدونه که این کار حفصه به خاطر محبت پیامبر و اینو احترام میذاره به همین کارش، ولو اینکه این کارش اونجا باز به عایشه شاید یک فشار روحی وارد کرده باشه رضی الله عنها. بعد به هر حال حضرت عایشه از اون طرف یک دفعه جا میخوره که ای بابا چه کلاهی سرم رفت و این دفعه اینجا دیگه حضرت عمر اگه حریف ابوبکر نشد حفصه حریف عایشه میشه اینجا. و به هر حال مادر میفهمد که من همینجوری دیگه چیکار کنم دیگه، هیچ تحمل میکردم دیگه، چی بگم دیگه، رفت دستم رفت، خودم مقصرم. تا اینکه جایی ما کاروان اتراق کرد و من
پیاده شدم و پاهامو رفتم یه جایی نشستم و پیاده شدیم. یک بوته‌هایی به اسم الخر، حالا در عرب بوته‌های بیابانی بود و پامو گذاشتم لای این بوت‌ها، گفتم خدا یه عقربی، یه ماری، یه چیزی بفرست بزنیم پای من، یه نیشی بزنه تا من ادب شم دیگه این کارو نکنم. و این برام خیلی جالبه، یعنی برای هر کسی یقینا، هر فطرت سالمی که بغض همسران پیامبر رو در دل نداشته باشه و به هر حال احترام داشته باشه به پیامبرش و به فضایی که پیامبرش در اون راحت بوده، میتونه درک بکنه. هر کسی با یعنی پیش زمینه، بدون پیش زمینه قبلی بیاد و هر انسانی که منصف باشه که چقدر بین همسران رسول صلی الله علیه و سلم و بین خودشون محبت هست و این محبت چقدر پررنگه، نه تنها بین ام المؤمنین عایشه و حفصه و خدیجه و رسول صلی الله علیه و سلم، حتی دیگر اصحاب و دیگر همسران که حالا یک چند تایشون شما. واقعا هم وقتی که نگاه میکنیم امهات المؤمنین همه خونه‌هاشون دیوار به دیوار هست و مواردی که به اصطلاح حساسیت هایی که بینشون به اصطلاح ایجاد شده بسیار بسیار اندک هست با توجه به طول مدت زندگی مشترک و در کنار هم زیستن. این خودش جا داره چقدر این فریخته ها و این فرشته های زمینی چقدر با هم محبت و علاقه داشتن. بینندگان عزیز، در خدمت جناب استاد سلیمانی هستیم و از دلگفته ها و مرواریده های سخنان ایشون میشنویم، اما میخواییم که شما هم با ما همراه باشید. به هر حال اتاق فرمان ظاهرا میگن که ما قول میدن، البته نمیدونم چقدر وفا کنن، چون در این مسائل من زیاد اطلاعی ندارم دیگه. حالا اگر لطف کنن همین شماره هایی که هست اینا رو بذارن، اگر شما با پیامک هاتون با ما همراه باشید، سوالاتی دارید، به هر حال چیزایی از زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چشم شما رو گرفته، مواردی که برای شما بسیار عزیزه، میخواهید که بینندگان دیگه هم با ما شریک باشند، اینها رو بفرستید تا در خدمت استاد سلیمانی بیشتر باشیم و از این دلگفته ها بشنویم. وقتی استاد سلیمانی حکایت همسران پیامبر رو میگفت در سفر و اینی که با هم دو میدانی میدادن و شوخی میکردن، هر فرصتی رو پیامبر ازش استفاده میکرد تا اون به اصطلاح جوانب عاطفی همسرش رو اشباع بکنه. قضیه مثلا یه خانمی که میخواد با شوخی با مثلا این برخورد به اصطلاح اون خودش رو کسب میکنه، یه همسر دیگه است که نه یکم با مشوره کردن و پیامبر باش همیشه مشوره کرد که حکایت ام سلمه در این باب معروف هست. یا در حکایت دیگه ای ما داریم در همین سفرها پیامبر قرعه کشی میکرد و در هر سفری که هر کی قرعه به نامش میومد با پیامبر همراه میشدن. در یکی از این سفرها ما صفیه رو داریم که به هر حال شتری که روش سوار بودن ظاهرا یه مقداری از شترهای دیگه کاروان ضعیفتر بودن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم منتظرشون بودن که شترشون عقب افتاده بود. وقتی اومدن پیامبر ازشون استقبال کردن، دیدن که صفیه گریه میکنه که من اون شتر به اصطلاح چلاقی را دید به من دیر رسیدم، و پیامبر خدا رو میبینیم که اشکهای مادر مؤمنان صفیه رو پاک میکنن. صفیه در روایت ها میاد که مقداری کوتاه قد بودن. حالا در این زمینه استاد سلیمانی از صفیه برای ما بگید، چیز خاصی در این باب اگه به ذهنتون میرسه. دیگه من امروز در مقابل کار انجام شده قرار گرفتم دیگه، بعد جواب بدم ظاهرا دیگه چیکار کنیم. در موضوع صفیه یک پیش زمینه رو اگر ما در نظر داشته باشیم که صفیه کی بود اصلا. صفیه رضی الله عنها دختر سردار بنی نظیره و بنی نظیر در بنی نظیر در کسانی هستند که در بنی نظیر های ابن اخطب باز سردار بنی نظیره و بنی مصطلق ما جویریه رو داریم که در بنی مصطلق است. ما صفیه پدرش هویه ابن اخطب سردار بنی نظیر بزرگترین طایفه یهودی ساکن مدینه است که به هر حال در مراحل مختلف اینها از مدینه رانده شدن، بار اول به سمت خیبر رفتن و اونجا کلا
از بین رفتن، یعنی جراوطن شدن از ابتدا، بعدش هم در درگیری‌های خیبر، باز در جنگ‌های مختلف خیبر هم پدرش کشته میشه به دست پیامبر اکرم علیه السلام، هم شوهرش کشته میشه و هم کل قومش، یعنی دیگه ترمار میشن در جنگ با پیامبر اکرم علیه السلام. حالا همچین زنی که مسلمان هم نیست اسیر میشه خودش به دست کسی که پدرش رو کشته، شوهرش رو کشته، عموش رو کشته، خاندانش رو کلا متلاشی کرده و میارنش پیش پیامبر اکرم علیه السلام. و صحابه از یک طرف میدونن که خب این تعبیر شاهزاده است، لای پرغو بزرگ شده و دختری هست که به هر حال زندگی مرفهی داشته. میگن یا رسول الله ایشون رو به هر حال اگر شما اجازه بدید پیش شما باشه، یعنی از غنایم جنگی حساب میشد، اون موقع کنیزها بودن و خودتون تصمیم بگیرید دربارش. پیامبر میفرمایند که پیشنهادایی میدن بهش، 3 تا پیشنهاد بهش میدن که اگر میخوای با همین دین و آیینی که داری میمونی در حکومت اسلامی زندگی تو بکنی، کسی بهت کاری نداره. اگر میخوای بری در مناطقی که یهودی نشین هستن در اطراف مرزهای اسلامی، کسی رو به همراهت میفرستیم تو رو برسونه اونجا و اونجا زندگی تو داشته باشه و در امان باشی، یعنی در حکومت مملکت اسلامی تا جایی که مرزها هست، بعد از اونجا بعد خودت میدونی زندگی. اما اگر مسلمان شدی من با تو ازدواج میکنم. حالا یک دختری هست که به هر حال عاقله، دختر به هر حال سرداریه و زیرک، میدونه که الان دیگه شرایطی هست که دیده برخورد مسلمان ها رو هم دیده، سرنوشت غرور و تکبر و کفر قوم خودش رو هم دیده، حقیقت اسلام رو هم از پدرش شناخته. پدرش وقتی که و یادش هم هست که پدرش هم معترف بود به حقیقت اسلام و شنیده بود وقتی که تازه پیامبر وارد مدینه شد که پیامبرش و عموش صحبت می‌کردن، عموش گفت که این همون پیامبری که ما منتظرش بودیم. اینا از قبل خاندان اینها در طول قرن‌ها اومده بودن به مدینه به امید اینکه پیامبر از اینها باشه. اصلا هدف یهود در مدینه همین بود و باباش هم گفته بود که به خدا قسم که این همونه، این همون پیامبری که ما منتظرش بودیم. اما گفت خب چیکار می‌کنی؟ گفت من ایمان نمیارم بهش، تو آخرین روز باش می‌جنگم. و معترف هم بودن، میدونه که بابا معترف بود، کل شق بازی در آورد، غرورش، تکبرش حالا از بین رفت دیگه، درست تکثیر شد. بعد به هر حال برخورد مسلمین هم می‌بینیم، مسلمان میشه با تیب خاطر اسلام رو میپذیره و حتی جالبه که یعنی یقینا این صفیه رضی الله عنها از قبل آمادگی‌هایی برای اسلام داره، اما حالا یا شوهرش نمیگذاشته، خوابی هم دیده بود، چند روز قبلش خوابی دیده بود قبل از اینکه این اتفاقات بیفته و قومش و پدرش کشته بشن و شوهرش، خواب دید که ماهی از آسمان آمده و در دامن صفیه افتاد. خوابش رو برای شوهرش تعریف کرد. شوهرش تعبیر خواب رو فهمید، گفت تو میدونم تو فکر سردار مسلمان ها هستی، تو فکر محمدی فکر میکنی که محمد میاد تو زن محمد میشی. سیلی هم اون ناجوان مرد، اون ملعون به صورت ام المؤمنین صفیه زد و آثارش تا حتی لحظه ازدواج با رسول صلی الله علیه و سلم در صورت مبارکشون بود. بعد به هر حال اینها همه مقدماتی است. حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پیشنهاد میدن بهش، حالا دیگه دست پاشو گم میکنه دیگه حقیقتا تو این شرایطی که همچین حالا بیاد یک دفعه خانم سردار مسلمین بشه و خودش هم میدونه پیامبره، خودش هم خوابی هم دیده بود، یعنی همه چیز داره تعبیر میشه، قبول میکنه و چنان پیامبر رو محبت پیامبر در قلبش جا پیدا میکنه که حتی میگه رسول الله مراسم ازدواج رو در خیبر نگیریم، بذاریم یکمی دور بشیم، بریم از خیبر فاصله بگیریم که یهود اهل خیانت و اینها آدمایی نیستن که بشه بینو اعتماد کردن. و پیامبر هم یک مراسم ازدواج جانانه‌ای برگزار میکنن، به هر حال شاهزاده‌ای بوده و مراسم میگیرن و صحابه رو گوشت و به هر حال چند تایی شطوری کشته میشه و گوشت داده میشه و مراسم عروسی. و حضرت انس میفرماید که من به خوبی بیاد دارم که حضرت صفیه رو رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که میخواست حضرت صفیه شطور سوار بشه، حضرت میومد مینشست، پای مبارکش رو خم میکرد، حضرت صفیه پاشو میگذاشت روی حضرت پای رسول صلی الله علیه و سلم بلند میشد. و در هنگام وفات رسول صلی الله علیه و سلم باز حضرت صفیه رو ما داریم که میفرماید که یا رسول الله کاش که من جای شما می بودم و این درد و مشکلاتی که دارید بر سر من می بود. و همسران دیگر هم نشستن، بعضی‌ها گویی که با اشاره چشم به هم دیگه میگن حالا این رو نگاه کن میخواد خوشگیرینی کنه آخر عمر، حالا در این شرایط میخواد خودش رو شیرین کنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه نگاه‌های همسران میشن و میفرمایند که
نه به خدا قسم راست میگین و تایید میکنن این محبت حضرت صفیه رو و احترام میگذارن و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان احترام میگذارن به حضرت صفیه که اون بغض اولی خود حضرت صفیه میفهمد من در اون لحظه با وجود اینکه به هر حال هنوز هم اشاراتی هم داشته، میگه از پیامبر ناراحت بودن، خیلی بغض داشتم در ابتدا که مسلمان نشده بود و قبل از این کثیر بشه که اینها به هر حال پدرم کشته بود، شوهرم کشته بود و بعد در آخر هم چنان میشه که انقدر محبت میبینه و انقدر به هر حال دلربایی میبینه از رسول صلی الله علیه و سلم که آرزو میکنه کاش مکان ایشون میبودم و واقعا رابطه رسول الله صلی الله علیه و سلم با همسرانشون جای تأمل داره که در همین بستر مریضی هم رسول صلی الله علیه و سلم ترجیح میدن که در جمع همسران و علی خصوص یک همسر خاص با اون هم عایشه صدیقه است که آخرین لحظات حیات مبارک رو با همسرشون خلوت کنن و میدونیم که پیامبر خونه های مختلفی بود برای همسران پیامبر و هی میپرسیدن که نوبت من فردا کجام، پس فردا کجام، تا اینکه فهمیدن که نوبت پیامبر دوست داره پیش عایشه باشه. بقیه همسران از محبت پیامبر نسبت به عایشه خبر داشتن و بعد رسول صلی الله علیه و سلم رو میارن در خانه حضرت عایشه، ایشون در بستری استراحت میکنن که بستر حضرت عایشه است و در آخرین لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قائد بزرگ، یک رهبر میتونه که یارانش رو صدا کنه، میتونه ابوبکر رو صدا کنه، عمر رو صدا کنه، میتونه کسی دیگه رو صدا کنه کنا بیان، اما ترجیح میده در خلوت با همسرانش باشه، اونجا با اونها زندگی بکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم و بهتر بگیم الله تعالی در آخرین لحظات عمر رسول صلی الله علیه و سلم جایی رو برای پیامبرش انتخاب میکنه که اونجا در اون بستر آرامش پیدا میکرد با عایشه صدیقه. اون بستری که محل آرامش پیامبر و عایشه صدیقه بود، آرامگاه ابدی رسول صلی الله علیه و سلم میشه. سبحان الله. یعنی الله تعالی این نکته‌ای که باید توجه بکنیم، ما الله تعالی جایی رو برای پیامبرش انتخاب میکنه که پیامبرش بزرگترین پیامبر تاریخ جای آرامگاه ابدیش باشه روی زمین، تا روی زمین حداقل آرامگاه پیامبرش باشه که همون جا در حیاتش هم آرامگاهش بود. جایی که الان آرامگاه پیامبر اکرم علیه السلام، در زندگی هم آرامگاه پیامبر اکرم علیه السلام بود. اون لحظه‌ای که با همسرش عایشه صدیقه 9 سال در همین مکان آرام می گرفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظه هم در حالی از دنیا میرن که تکیه دادن در آغوش حضرت عایشه است و این مکان رو انتخاب میکنه در آخرین لحظات عمرشون و سر مبارکشون روی سینه حضرت عایشه تکیه داده به شکلی که مادر میفهمد که چونه من روی سر ایشون بود و ایشون در همون لحظه در حالی که این خلوت بین رسول صلی الله علیه و سلم و حضرت عایشه بود از دنیا رفت و دیگرانی که خارج از خانه بودن بعد از این که اون گریه های مادر به هر حال مقداری گریه مادر رو شنیدن متوجه شدن و دیگر همسران هم به گریه افتادن و این خودش نشان از محبت والای رسول صلی الله علیه و سلم نسبت به همسرانش داره که البته منحصر نمیشه به همسران و اون ذات رحمت للعالمین برای دیگر افراد دور و برش هم محبت‌های فراوانی داشت. نمونه‌هاشو دیگه شما بگید. بیا انت و امی یا رسول الله، فدای رسول خدا باشه پدرم، مادرم و خیشانم و خودم و جانم فدایت یا رسول الله. بسیار زیباست سخن گفتن از حبیب رب العالمین، بسیار زیباست محبتی که ما به پیامبرمون داریم. محبت پیامبر رو با امهات المؤمنین دیدیم و تفانی مادران مؤمنین در پیامبر که بیان مثلا جانشون رو فدا کنن، بخوان که یا خدایا از جان ما بگیر به پیامبرمون، به رسولمون صلی الله علیه و سلم بده. اما خب پیامبر از بین ما رخت بربست و ما اگه از ما بخوان که در چه حالتی میخوایی از این دنیا بری، خیلی از ما آرزو میکنیم که مثلا در سجده باشیم. در سجده جان دادن بسیار شیرینه و مکانتش هم بسیار والا. یا اینی که روی اسب باشی و در راه خدا 4 نعل بتازی و در اونجا جام شهادت رو سر بکشی، این آرزوی ماست. اما ببینیم رحمت للعالمین خیر البشر، سرور و آقایمون یک
حالت دیگه ای از به اصطلاح وفات رو خداوند متعال براشون انتخاب کرد و خودشون برگزیدن که بیانگر اون محبت و رابطه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره. خیرکم لاهله، بهترین شما بهترینتون برای خانواده هاتون هست. و انا خیرکم لاهلی، و من از همه شما برای خانواده‌ام عزیزترم و بهترم. و در آخرین لحظات زندگی میبینیم که پیامبر رو که توصیه میکنه استوصوا بالنساء خیرا، و چقدر به ما به خانم ها به خانواده چقدر بها میده و ارزش میده. از عنصرهای دیگه‌ای که در خانواده هستند کودکان هستند. کودکان خانواده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، علاقه پیامبر با دختراشون، با پسراشون، با خانوادهشون، با همسرشون، اما خب با دیگران، با کودکان دیگر جامعه. میخوایم از استاد سلیمانی از کودکان بپرسیم و از رابطه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با کودکان، با نوه‌هاشون، با دیگه کودکایی که در جامعه هستند. بفرمایید. حقیقتاً وقتی که صحبت از ارتباط پدر میشه با فرزندانش، به هر حال عزیزانی که پدر شدن حتما این احساس رو بیشتر درک کردن. احساس فرزند، احساس والدین نسبت به پدر، نسبت به فرزند خیلی پررنگ‌تر از احساس فرزند نسبت به والدین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با فرزندانشون همونجوری که با همسرانشون بهتر از دیگران بودن، یعنی رابطه پیامبر با همسرانشون از رابطه دیگران با همسرانشون خیلی بهتر بود. ما رابطه رسول صلی الله علیه و سلم با فرزندانشون رو هم همینقدر پررنگ می‌بینیم. وقتی که خب درباره زینب صحبت کردیم که چگونه رسول صلی الله علیه و سلم به احساسات زینب احترام می‌گذاشت و چقدر ارزش قائل بود براش. ما وقتی که اون طرفتر میریم باز درباره دیگر دختران هم همین محبت و همین احساس رو ما می‌بینیم. درباره حضرت رقیه، درباره ام کلثوم رضی الله عنهما، و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه سعی میکنه که اینها رو در فضایی نگه داره، علل خصوص بعد از وفات مادرشون، چون به هر حال وفات مادر در اون شرایط سخت در شب ابی طالب برای دخترها خیلی سخت بود. حقیقتا رسول الله صلی الله علیه و سلم اون بعد از وفات خدیجه هم نقش پدری داشت، هم نقش مادری داشت برای دختران خدیجه رضی الله عنها. از مواردی که میشه به فرزندان اشاره کرد، کمی بریم پایین‌تر، به محبت به نوه ها رو نگاه بکنیم که تا هم فرزند رو جمع کرده باشیم هم نوه رو جمع کرده باشیم در یک جمع، در یک موضوع. ما وقتی صحبت از نوه ها میکنیم، از بین نوه‌های رسول صلی الله علیه و سلم خب از همه مشهورتر سردار جوانان بهشت امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما هستند. وقتی که امام حسن به دنیا میاد در مدینه منوره، خود رسول صلی الله علیه و سلم چنان شادمان میشن، چنان خوشحالن، و امام حسن برای رسول صلی الله علیه و سلم یادگار 4-5 نفره. تنها حسن نیست، حسن پاره تن فاطمه زهراست که پاره تن پیامبر اکرم علیه السلام. حسن پاره تن علیه که جزئی از وجود رسول صلی الله علیه و سلم. از ابتدای زندگی علی رضی الله عنه مثل پسری بزرگش کرده، یعنی چنان محبت داره نسبت به این آدم که اصلا اجازه نداده ازش جدا بشه، به جز همون مسیر هجرت که به خاطر اعتمادی که بهشون داشت و شهامتی که از اینشون سراغ داشت و ایشون رو در جای خودشون خوابوند و با ابوبکر رفتن به غار و بعد حضرت علی خودش برگشت. و همین بحث درباره حضرت علی محبت ایشون که پیامبر اکرم تمام خواستگارایی رو که فاطمه زهرا داشتن رد کردن، فقط برای علی نگه داشته بودن این رو که حضرت علی روش نمیشد. و به هر حال بقیه صحابه حضرت ابوبکر حضرت عمر گفتن علی جان برو دیگه، چرا معطلی، برو، نمیبینی که پیامبر همه رو داره رد میکنه، برو جلو، چرا وایستادی؟ و همین که حضرت فاطمه رو بهشون دادن. حالا امام حسن هم یادگار فاطمه زهراست، هم یادگار علی رضی الله عنه، هم نوه خدیجه است، هم نوه ابو طالبه. یعنی از چند طرف جمع کرده همه رو با هم. ابو طالب رو با اشک ودا کرد رسول صلی الله علیه و سلم. خدیجه کبرا رو با اشک ودا کرد. ابو طالب وزیر خارج از خونه بود و خدیجه وزیر داخل خونه بود. این نوه این دوتا است.
این فرزند فاطمه است و فرزند علیه، یعنی از اجدادشون، از پدر و مادراشون، حالا خودش هم که شبیه ترین انسان به پیامبر باست. و صحابه وقتی که میبیننش که رسول صلی الله علیه و سلم امام حسن رو گرفته و داره باش بازی میکنه، میان میگن خدا قسم این پیامبر شبیه تر تا به علی، این به پیامبر شبیه تر تا به علی. حضرت ابوبکر میفهمد غالبا این جمله. خود پیامبرم اسمشو پیامبر انتخاب کردن. اسمش حضرت علی باز چیز دیگه گذاشته بود، پیامبر فرمود نه اسم پسرم حسنه، اسم پسرم حسنه. و امام حسن رضی الله عنه رو رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که پسرم آقاست، سردار این پسرم. و باز امام حسین که به دنیا اومدن همین نسبت‌ها امام حسین هم داره و عزیزن برای رسول صلی الله علیه و سلم. و اینها رو وقتی که میرفتن میدیدن اینها رو بو میکردن، یعنی دو نفر رو میگرفتن در یکی از روزها رسول صلی الله علیه و سلم در جای نماز، اینه که صحابه میفرماید که نماز خیلی سجده پیامبر طولانی شد، انقدر طولانی شد که من کلم آوردم بالا، یه نگاه این ور اون ور انداختم چه خبره، چرا انقدر نکنه که بلای سر پیامبر خدای نگران شدم. یعنی من گفتم خدای نکنه شاید اتفاقی افتاده، یعنی سابقه نداشت انقدر طولانی بشه سجده پیامبر علیه الصلوة و السلام. بعد دیدم که امام حسن امام حسین هی از سر کول پیامبر در حالت سجده دارن بالا میرن، همون حالت طفولیت. و سجده نزدیکترین حالت یک بنده است با الله تعالی. نماز مهمترین عبادتی که باید انجام بده و سجده باز مهمترین رکن نماز در فضیلت حداقل. و در همین حالت که نزدیکترین لحظه رسول صلی الله علیه و سلم با الله متعال در اوج اون سجده‌ای که به هر حال اون حضور قلب رسول صلی الله علیه و سلم، اون نمازی که ایشون میخونه که خب به هر حال متفاوت با همین نماز هاست، بازم وقتی که امام حسن امام حسین میان خود به خود کانال عوض میشه، میاد این طرف. انقدر اینا رو دوست داره، انقدر محبت داره نسبت به این فرزندان که این نمازو کش میده. نه تنها خودشون هم تنها نیستن، یه جماعت هم پشت سرشون همه تو سجده وایستادن و نمیدونن یه تنها برای امام حسن امام حسین هم نیست، برای امامه هم ما داریم که به صورت دختر زینب رو باز یادگار زینبی که رسول صلی الله علیه و سلم از زینب رضی الله عنها زخمه ها به دل داشت. حضرت زینب دختر بزرگ بود. دخترای بزرگ غالبا دلسوزترن برای پدر، یعنی بیشتر هوای پدر رو دارن، یعنی مثل مادرن مثل مادرن برای پدر. علی خصوص که زینب رضی الله عنها باز به خاطر جریان ابوالعاص و اینکه ایمان نیاورده بود و وقتی هم که می‌خواست برگرده یک به هر حال ناجوان مردی سر راه ایشون رو گرفت و تیری پرتاب کرد به سمت سواری ایشون افتادن، زخمی شدن و این اثر زخم 5 سال 6 سال به همراه ایشون بود و سبب فوتیشون هم شد. و دوریش از ابوالعاص مدت شاید حداقل بعد از اینکه اومد به مکه تا وقت اسلام ابوالعاص حداقل 5 6 سال طول کشید. بعد از اینکه ابوالعاص مسلمان شد چند ماهی بیشتر حضرت زینب زنده نبود، از دنیا رحلت فرمود. و امامه هم یادگار باز چند تا کانال بود. امامه باز هم یادگار خدیجه بود که دختر به هر حال زینب و دختر خدیجه است زینب، و هم از ابوالعاص باز به خدیجه برمیگشت. ابوالعاص هم باز خواهرزاده خدیجه بود، از اون کانم باز دوباره به خدیجه برمیگشت. و امامه هم همین نکات براش تکرار میشه که جای نماز وقتی که خم میشن تو بغلشونه، وقتی میرن سجده میذارن سجده میکنن، دوباره ورش میذارن، دوباره بلند میشن تو بغلشونه. و وقتی که از امام حسن امام حسین سر از سجده بلند کردن، صحابه قبل از اینکه سوال بکنن سلام که نماز رو که سلام دادن، حضرت فرمودن که شاید شما خیلی فکر کرده باشید که اتفاقی افتاده بر من یا دستور جدیدی ایجاد شده یا چیزی عوض شده، قانونی. نه هیچی نشده بود، همه چی همون سر جای عادیش هست. فقط این دو تا نازنین اومده بودن رو سر کول من و من دلم نیومد از سجده بلند شم تا اینا خودشون بلند پایین. و واقعا یک روزی باز بعضی از صحابه خب کوهی بودن، بعضیاشون دیگه یعنی حالا یکی اومده بود از کوه و غالبا کسایی که تو کوه در زندگی میکنه کمی سفت و سخت دارن. 12 تا بچه داشت. اومد دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم امام حسن رو میبوسن. گفت که مگه انسان بچه‌ش هم میبوسه؟ من 11 تا 12 تا دارم، تا حالا هیچ کی رو نبوسیدم. به مرد نمیاد اصلا این زشته. بعضیا متاسفانه این کارو میکنن، یعنی احساس میکنن که بوسیدن. من حالا پرانتز چیزی باز کنیم، عجیب نیست این از اون جامعه عرب اون زمان. من معاصرینم یه جایی ذکر نام نمی‌کنم کجا بودم، یک آقایی رو اومد و همچون سیبیلای کلفت و از این نشانه‌های مردی که الان عوض شده و صحبت از این شد و صحبت از محبت شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از رفتن به نماز احیانا همسرانشون رو میبوسیدن، خارج میشدن از خانه و حتی در حالت روزه هم
گفت مگه آدم، گفت اون پیامبر بوده. خب بوده دیگه، حالا ما که نمیبوسیم، بعد برای مرد همسرشو ببوسه. من گفتم خدایا شما دیگه واقعا خیلی به خیال خودت مرد شدی دیگه، از اون ور افتادی پایین از زن کنن، از مردانگی بیش از زن. یکی این پیامبر فرمود که اصلا کسی که رحم نمیکنه رحم هم نمیبینه، من لا یرحم لا یرحم اصلا. و اینها درباره فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم که چقدر اینها رو دوست داشت و چقدر روزی ابراهیم رضی الله عنه فرزند نازنین خود رسول صلی الله علیه و سلم و یادگار ماریه قبطی ام المؤمنین رضی الله عنها که بعد از خدیجه و فرزندان خدیجه 6 نفر که به هر حال 4 تا خواهرن و 2 تا برادر، اینها یک فرزند دیگه رسول صلی الله علیه و سلم داشته و از همسران دیگر فقط اون یک نفری که از ماریه است. ابراهیم رضی الله عنه مدتی عمر میکنه و بعد در لحظه وفات حدوداً 18 ماه بعد سال 8 هجری بعد در آغوش رسول صلی الله علیه و سلم داره جان میده و پدر داره نگاه میکنه و فرزند داره از دنیا میره. اشکای مبارکش ریخت. عبدالرحمن ابن عوف پرسید که رسول الله شما هم گریه میکنید؟ یعنی انتظار نداشت که پیامبر به خاطر همچین چیزایی اشک بریزه و پیامبر فرمود که قلب ناراحت میشه، چشمم میریزه دیگه، نمیشه کنترلش کرد، در اختیار خودمون نیست، اما زبونمو کنترل میکنم و چیزی نخواهم گفت که الله متعال از اون ناراض بشه. این تنها مال خود فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم هم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به دیگر فرزندان دور بر هم توجه اهتمام خاصی داشتن که از جناب دکتر میشنویم بقیه‌اش. مثلا همین مورد نماز رو شما ذکر فرمودین، خیلی زیباست وقتی میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخوان نماز بخونند و میخوان مثلا سوره بقره رو بخونند یا سوره آل عمران رو بخونند. در این اثنا صدای گریه کودکی در مسجد شنیده میشه. اینجاست که میبینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نمازشون رو سریع میخونن که نکنه مادر وقتی صدای گریه بچهش رو میشنوه دلش به طرف بچهش توجهش جلب بشه و از نماز غافل بشه. ببینیم چقدر پیامبر مهربون و عزیزی داریم. میخواستیم که آرزو داشتیم خیلی موضوعات دیگری رو با هم از زبان شیوای استاد سلیمانی بشنویم، اما به هر حال وقت اجازه نمیده. حالا استاد سلیمانی در 1-2 دقیقه اخیر اگر پیامی از این محبت و عشق و علاقه پیامبر یا پیامبرانه برای بینندگان عزیز داشته باشید. حالا فکر کنم قبل از میان برنامه دارید میرید. من اگر بحث رو میخواید تمامش کنید. من میان برنامه میریم. من درباره محبت رسول صلی الله علیه و سلم نسبت به اطرافیانشون، حقیقتا انسان عاجز از این که به تصویر بکشه محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گویی که اصلا الله تعالی این ذات رو یک ذاتی خلق کرده که میخواد محبت، ما پیامبر رو اگه بخوایم با محبت معرفی بکنیم، یعنی یک چیزی رو ما قبلا بگفته باشیم محبت اینه و حالا بیایم ببینیم در وجود پیامبر چی هست، جفا کردیم در حق محبت. بهتر اینه که ما اگه بخوایم محبت رو معرفی کنیم، پیامبر یعنی محبت، ما محبت رو با پیامبر معرفی کنیم، حق مطلب ادا میشه. اما اگه بخوایم پیامبر رو با محبت وصفش کنیم، هیچی از پیامبر نگفتیم، چیزی از پیامبر نگفتیم، چون این یک جزئی از وجود ایشونه. اما اگه گفتیم محبت، در یک کلمه بخوایم بگیم محبت یعنی چی؟ یعنی پیامبر. محبت یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. هر کی میخواد معنای محبت حقیقی رو در هر میدانی که میخواد تعریفش کنه تعریف بکنه، بیاد محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یعنی محبت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمادی از محبت به همسران، محبت به کودکان، محبت به یاران، محبت به همه جامعه، محبت به انسان و انسانیت. یک میان برنامه رو با هم میگیریم و در خدمت استاد سلیمانی ابوالفضل الحق سلیمانی خواهیم بود.
ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان محفوفة بالروح والريحان تصور کنید آقای سلیمانی که کسی همینجور جلوی راه شما سبز بشه و بگه که
قیامت که چقدر این شخص شیفته قیامت و برپایی قیامت هست. طرف میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که متى الساعة؟ واقعا هم سوال عجیبیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که و ماذا اعددت لها؟ این قیامتی اینقدر مشتاقش هستی براش چه آمادگی گرفتی؟ میفرمایند که والله من نه نماز درست و حسابی زیادی دارم، نه عباداتی، نه حجی، نه فلان، نه علان، الا انی احب الله و رسوله. فقط و فقط من خدا و رسولش رو دوست دارم. در محبت خدا و رسولش من غرقم. میخوام که قیامت برپا باشه که من این توشه زادی که دارم این رو پیش عرضه کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند انک مع من احببت. صحابه میفرمایند که والله ما از هیچ حدیثی اینقدر، از هیچ جوابی از جوابای نازنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اینقدر شاد و خوشحال نشدیم که از این جمله پیامبر که انک مع من احببت. و همشون این رو از ته دل میگفتند که ما خدا و پیامبرش رو دوست داریم. حضرت انس میگفت که انی احب الله و رسوله و انی احب ابابکر و عمر، و آرزو دارم که در روز قیامت با این کوکبه با این جمع باشم. یا اون حکایت اون صحابی رو داریم که میخواد آرام کنه، شب است، میخواد راحت بخوابه، یهو یادش میفته که خدایا خب فردا ما میمیریم، یه روزی میمیریم، میریم به قیامت. حالا خداوند ما رو از بهشتیان کرد و رفتیم به بهشت. حالا تو بهشت من کجام؟ هر چه باشم، تو هر به اصطلاح مکانتی هم که باشم، من کجا و رسول الله صلی الله علیه وسلم کجا؟ فاصله زیاده بین ما. حالا من روز قیامت اگر پیامبر رو نبینم، تو بهشت اگر همراه پیامبر نباشم، این بهشت دیگه بهشت نشد واسه من چطور بتونم فراق و دوری رسول الله صلی الله علیه وسلم رو تحمل کنم؟ این مثل یک کابوسی، شب این رو نمیذاره آرام بکنه. صبح زود بلند میشه، دوان دوان پیش رسول خدا اشک ریزان که یا رسول الله چیکار کنم؟ روز قیامت که ما نمیتونیم شما رو ببینیم. شما پیش خدا هستی، در اون جنت المعلا هستی، در فردوس های اعلا هستی. حالا ما در یک بهشت پایین هم که باشیم که به هر حال از شما دوریم. این قلبه های شیفته رسول خدا، این صحابه هستند که پیامبر رو اینجور دوست دارند و خداوند متعال برای اینها یک تحفه آسمانی میفرسته که هم برای اونهاست، هم برای من و شما و همه بینندگان عزیز که پیامبر رو با ارواحمون، با جونمون رو در راه پیامبر فدا میکنیم و محبت و علاقمون رو به پیامبر ابراز میکنیم. خداوند متعال میفرمایند و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. این تحفه و مرمغان الهی است برای کسایی که خدا و پیامبرش رو دوست دارن و از خدا و پیامبرش اطاعت میکنند. اطاعت کردن از خدا و پیامبر همون ابراز محبت صادقانه است برای پیامبر. ما نداشتیم که مثلا محبت پیامبر اینی که صحابه بندازن خودشون رو، هر وقت پیامبر از دور اومد بندازهای سر تا پا پیامبر رو ببوس. نخیر. هدف از به اصطلاح محبت پیامبر چی بود؟ اینی که در راه پیامبر، اطاعت از پیامبر و اطاعت از قل هذه سبیلی ادعو الی الله. پیامبر خداوند وقتی که راه و رسمش رو بیان میکنه، راه من اینه که این قرآن و این شیوه دین راه من هست. خب بعد از اون دعوت به سوی خدا و به سوی این دین مهمترین چیزی هست که یک مؤمن باید اون رو به اصطلاح توشه راهش کنه. این بود از تصویری از محبت یاران به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. حالا از محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یارانشون
تصاویر رو ما بینید؟ حقیقتش رو دکتر در همین تکمیل صحبتی که شما فرمودید که محبت حقیقی یاران نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم در عملشون نمود پیدا میکرد و اتباع میکردن با وجود تمام محبتی که نسبت بهشون داشتن، ولی وقتی که امر میفهمود پیامبر یک چیزی رو دیگه نه نمیگفتن، به خاطر اینکه این امر شاید سبب بشه که من دور بشم، غربت برم، تو جنگ برم، کشته بشم، مشکلات ببینم. و نمونه مثلا ما برای جعفر رضی الله عنه برادر سیدنا علی رضی الله عنهما، ما جعفر ابن ابی طالب رو در سیرت شاید زیاد نقشش رو پررنگ نمیبینیم، یعنی ذکری ازش زیاد نمیبینیم در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چون این شیرمرد، این مجاهد، این انسان بزرگ، این فرمانده، این سفیر، این قائد، این انسان حکیم، این انسان زیرک، این دعوتگر موفق، یک سنگری رو در حبشه پر کرده بود که پیامبر روی اون سنگر خیلی حساب میکرد. وقتی که مسلمان ها برای بار دوم میخواستن حبشه برن، پیامبر جعفر رو به عنوان فرمانده میفرست، یعنی یک گروهی رو بیش از 70 نفر به همراه جعفر رضی الله عنه میفرسته به حبشه که برن حبشه. اون ذکاوت جعفر، اون تیزهوشی جعفر در بحث مناظره بحث نجاشی و جریان عمرو بن عاص و اون بحث به جای خود. حالا جعفر رضی الله عنه حدوداً از وقتی که رفته به حبشه تا وقتی که برمیگرده دوباره از مأموریتی که در این مأموریت نه تلفنی هست که صدای نازنین پیامبر رو بشنوه، نه اسکایپ و نمیدونم واتساپ و وایبری هست که عکسی بفرسته و تصویری ببینه، همون تصویری رو که از پیامبر داره در چندین سال گذشته همونه، همون صدا رو تو ذهنش داره، پیامبر رو تو خوابش حتما میبینه، دلش تنگ میشه بیش از، یعنی نگیم به هر دیگر، یعنی حداقلش بیش از خانواده خودش، بیش از برادرش علی، بیش از دیگران دلش به پیامبر تنگه، بیش از این که دلش به کعبه تنگ باشه دلش به صاحب کعبه تنگه. در حبشه تمام مشکلات رو، سختی ها رو، غربت رو تحمل میکنه، نه 1 سال، نه 2 سال، نه 3 سال، حدود اگر بخوام حساب بکنیم ما بیش از 13 سال ما جعفر رو در هجرت در حبشه داریم که اصلا فقط هر چند وقت یه خبری بهش میرسه. مسلمان‌ها از مکه حرکت کردن رفتن مدینه، دل جعفر اینجوری میتپه، همونجا وایستاده نشسته، دستور نرسیده برگردی هنوز. دوباره در حبشه نشسته، خبر بدر رو بهش میرسونن، خبر احد رو بهش میرسونن، خبر خندق رو بهش میرسونن، همونجا وایستاده، دوست داره بیاد از پیامبر دفاع بکنه، دوست داره بیاد بزنه بجنگه، مثل حضرت علی همینجوری، مثل برادرش علی بیاد تو میدون بیاد، اما دستور رسیده تو باید اون یه گوشه باشی فعلا، اون سنگر رو نگه دار، اطاعت میکنه. پیامبر این محبت رو فراموش نکرده، پیامبر این جانفشانی رو فراموش نکرده، پیامبر هم دلش تنگه، پیامبر انقدر دلتنگ جعفره، انقدر دلتنگ جعفره، انقدر دوست داره جعفر رو، انقدر اعتماد داشت که فرستاده. این محبت دو طرفه است. جعفر کی برمیگرده؟ بعد از فتح خیبر. بعد از فتح خیبر ما یعنی 7 سال حدوداً بعد از مدینه، حدود اونجا 7-8 سال ما در مکه داریم باز قبل از هجرت، یعنی 14-15 سال ما اگه بخوایم حساب بکنیم 14-15 ساله که جعفر پیامبر رو ندیده، پیامبر هم جعفر رو ندیده. 14-15 سال دو تا پسرمون هم دیگر رو ندیدن، این دوتا دوست صمیمی هم دیگر رو ندیدن. بعد از فتح خیبر دیگه خیار پیامبر جمع میشه که دیگه الان انشاءالله مسلمان‌ها دیگه در امانن، دیگه دشمن‌ها همه از جزیره عرب خارج شدن، نیازی به سنگر حبشه نیست. نامه میفرسته که جعفر قبل از اون نامه میفرسته که بیان. جعفر که میاد در روز فتح خیبر میرسه. حالا پیامبر از این طرف خیبر برای دشمن لجوجی به اسم یهود شکست خورد، 1 2 تا 3 تا چند تا قلعه رو زدن پشت سر هم، تارمار کردن. بعد حالا از اون طرف جعفر میاد. پیامبر حالا این شدت محبت پیامبر نسبت به جعفر اینجا مشخص میشه که پیامبر بلند میشه به استقبال جعفر میره، پیشونیشو میبوسه، میفرماید من نمیدونم که امروز از فتح خیبر و از این پیروزی و این جهاد بزرگ خوشحال باشم یا از اومدن تو خوشحال باشم. چقدر پیامبر جعفر رو دوست داره و چقدر محبت میکنه نسبت به جعفر. همین جعفر باز وقتی که میاد باز کمتر از 1 سال جنگ موته اتفاق میفته. غزوه موته میرن نزدیک مرز روم، میرن قرار برن با یک دشمنی بجنگن که
چندین برابر 70-80 برابر مسلمان ها اونها حداقل امپراتور این وقت امپراتور وقت مسلمان ها چند یک عده خیلی اندکی هستن. پیامبر جعفر رو فرمانده میکنه، بعد میگه اگه جعفر رفت پاره تنش زید ابن حارثه رو پسرخونده خودش، تنها صحابی که نامش تو قرآن ذکر شده، کسی که از بچگی اینو بزرگ کرده بود زید رو، مثل حضرت علی زید رو پیامبر بزرگ کرده بود، زید رو هم دیگران باید ازش دل بکنن. پیامبر میدونه که جعفر بر نمیگرده، از طریق وحی خبر شده، به همین خاطر جانشین انتخاب میکنه براش. سابقه نداشت پیامبر فرمانده دیگری انتخاب میکنه، زید رو انتخاب میکنه. بعد زید میدونه که زید هم آخرین ملاقات با زیده، باز دوباره عبدالله ابن رواحه رو انتخاب میکنه. میدونه که عبدالله بر نمیگرده، میگه بعد از این دیگه هر کی که دوست داشتید خودتون انتخاب کنید، چون خالد تازه مسلمان شده، اسمی از خالد ذکر نمیشه. شاید یه دی بگن حالا چی شد خالد تازه اومد فرمانده شد، هر کدوم که خودتون خواست لشکر میرن و اون لحظه ای که رسول صلی الله علیه و سلم اینا رو بدرقه میکنه تا جایی که میتونه، اونها میرن و پیامبر میدونه دیگه اینها رو نمیبینه در دنیا. اونها هم به این نتیجه رسیدن که پیامبر رو نمیبینن. جعفر بازم ول میکنه، پیامبر رو میره و پیامبر در مسجد النبی از طریق وحی روی منبر نشسته و شاهد ماجراست. الله تعالی براش نشون میده صحنه معرکه رو. وقتی که جعفر به شهادت میرسه، پیامبر نظاره‌گر این صحنه است، اشک میریزه و میگه که جعفر شهید شد. بعد دوباره زید، اون زیدی که این همه دوستش داشت و گفت که من زید رو دوست دارم، پدرش رو، بچه‌ش رو دوست دارم، پسرش اسامه رو دوست دارم، خودش رو دوست دارم، پسرخوانده بود. و عجیبه که وقتی که زید ابن محمد نام داشت، وقتی که آیه قرآن شد نازل شد ادعوهم لآبائهم و اقساط عند الله در ابتدای سوره مبارکه احزاب، دیگه زید ابن محمد نمیگفتن، به زید ابن حارثه میگفتن. انگار که جوری در دل این فرزند پسرخوانده یه جوری ناراحت بود، دوست داشت نسبت داشته باشه با پیامبر. الله تعالی از این محبت، از این علاقه خبر داره. الله تعالی در همین سوره نام زید رو ذکر کرد تا ناراحت نباشی که اگه نامت از کنار محمد برداشته شد، نامت در قرآن جاودانه میمونه. تنها صحابی که اسمش در تنها قرآن صحابی که اسمش در آیه 36 سوره احزاب ذکر میشه، در 37. الله تعالی اسم زید رو ذکر کرد، ناراحت نباش، اسمت از کنار محمد برداشته شد، اسمت تو قرآن میگذارم تا همینجوری باشه همیشه. این زیدی که پیامبر ازش خداحافظی میکنه و میره و بر نمیگرده. پیامبر صحنه رو میبینه که زید کشته شد و میفرماید عبدالله ابن رواحه گرفت، عبدالله شهید میشه، بعد که خالد فرمانده میشه و بعد برمیگرده. و این اتباع، این شدت محبت پیامبر، اشک‌هایی که میریزه. و در باب باز دوباره فرستادن معاذ ما میبینیم، معاذ بن جبل رو ما داریم که پیامبر درباره معاذ فرمود که یا معاذ والله انی لا احبک، معاذ به خدا قسم من تو رو دوست دارم. پیامبر نیاز به قسم هم نداره، ولی این محکم دیگه تأکید میکنه، معاذ جان من تو رو قسم میخورم که تو رو دوست دارم. باز همین معاذ رو با این شدت محبت رسول صلی الله علیه و سلم به یمن میخواد بفرسته برای دعوت، نصیحت میکنه بهش، معاذ وقتی که میری اینا قومی هستن مسیحی هستن، اولین چیزی که دعوت میدی اینا رو به شهادت لا اله الا الله، بعد نماز، زکات و اون تفسیر مفصلی که در بخاری ذکر میشه و مسلم. بعد حضرت معاذ رو داره میاره که بدرقه بکنه، معاذ بن جبل. حضرت معاذ داره میره، گفت معاذ وقتی که برگشتی بر قبر من گذر کردی، دیگه معاذ میدونه که آخرین ملاقات با رسول صلی الله علیه و سلم، اما میره برای دعوت، باید بره، اینجا تو مدینه نمیمونه، میره اونجا تو یمن. حالا معاذ رو رسول صلی الله علیه و سلم هم انقدر دوست داره قسم خورده حتی تو حدیث براش. و پیامبر این روایتی که ذکر میشه، در لحظه‌ای که با معاذ خداحافظی میکنن، چنان پیامبر گریه میکنه از دوری معاذ، از اون لحظه‌ای که از معاذ جدا میشه که شانه‌های مبارکش تکون میخوره. صحابه، کسانی که شاهد ماجرا عرض میکنن که میفرمایند که ما میدیدیم که شانه‌های پیامبر از شدت گریه داشت تکون میخورد. معاذ که الله تعالی از دلشون بیشتر خبر داره که اون دیگه چطور اصلا رفت، چطور مسیر رو طی کرد، چطور تونست، یعنی همین حب اتباعه، چون میدونست که ان شاء الله با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بهشت هست و میبینتش و این یه فاصله است فقط. رفت و شانه های رسول صلی الله علیه و سلم از شدت اشک در فراق معاذ اشک میریخت و گریه میکرد و اون طرف معاذ که همینجوری پشت سرش رو نگاه میکرد و گریه میکرد، همینجوری پشت به روی به یمن و صورتش به اصطلاح اسب رو به یمن بود، معاذ روش به مدینه بود و همینجوری پشت سر هم اشک ریزان رفت آخرین لحظه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دید. یعنی ما وقتیش محبت رسول صلی الله علیه و سلم رو به صحابه بخوایم بررسی بکنیم، حقیقتا این رسول صلی الله علیه و سلم گویی که اینها تک تک افراد صحابه
جز فرزنداشن، انقدر اینها رو دوست داره، انقدر اینها رو بزرگ کرده، اینها رو تربیت کرده. اینا کسایی بودن که مردانگی نشون دادن، اینا کسانی بودن که لبیک گفتن باش و اومدن، از خونجونشون گذشتن، از خانوادهشون گذشتن، از ثروت‌هاشون مثل مصعب گذشتن، در احد تیکه تیکه شدن، مثل جعفر مکه و قریش اینا رو ول کردن به حبشه رفتن، زن و مردشون همینجوری. حالا دیگه چطور میتونه که اینا رو دوست نداشته باشه؟ چطور میتونه که اینا رو دوست نداشته باشه؟ و خبر هم میگیره از حال احوالشون، همه انقدر دوست داره که هر کی فکر میکنه من از یکی دیگه محبوب ترم. و داستان عمرو بن عاص رو شما ذکر کنید که باز چی شد که فکر میکرد محبوب تر از دیگران. عمرو بن عاص تازه مسلمون شده بود، چیزی از اسلامش نگذشته بود، یه 2-3 ماهی بیشتر نگذشته بود که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یک گروهی از صحابه رو میفرستند برای یک سریه‌ای، برای یک گشتی. و خب برای عمرو بن عاص هم خیلی حرفه که من بشم امیر یک لشکری که تو اون ابوبکر هست، عمر هست، علی هست، سران صحابه هستند، پس من خیلی خیلی پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عزیزم. که البته این احساس رو هر یکی از صحابه داشتن به خاطر شدت محبت پیامبر نسبت به اونا. پیامبر اونطور برخورد میکردن که هر کسی فکر میکرد که عزیزترینه. خب عمرو بن عاص هم خب گفت که من که عزیزترینم. خب میخواست اینو از زبان پیامبر بشنوه صلی الله علیه وسلم. اومدن گفتن یا رسول الله من احب الناس الیک، کی رو از همه بیشتر دوست داری؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند عایشه. جالب اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم از کسی بپرسید که خانمت رو دوست داره، همچین من میکنه، چپ و راست نگاه میکنه، خیلی بهش بر میخوره، اصلا خجالت میکشه بگه خانمم رو دوست دارم. یک توهین. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم با صدای بلند دارن میگن که من عایشه رو از همه بیشتر دوست دارم. و اینا میدونه پیامبر که این خبر با عایشه میرسه. از این طرف دیگه با چه خوشحال میشه حضرت عایشه وقتی میشنوه که پیامبر اسم منو تو جمع گرفت، همه من عایشه رو بیشتر دوست دارم. بعد میگن که خب یا رسول الله خب ایشون خانمتونن دیگه بایدم. خب بعد من منظورم مردا بود. میفرمایند که خب پدرشون ابوبکر. بابای عایشه. ای بابا نشدم. خب بازم برای امر خب قابل تفاهم از یعنی عایشه است، در حال ابوبکر هم پدر عایشه و یار غار. بعد پیامبر صحابه دیگه رو ذکر میکنن، عمر، بعدش فلان، بعدش فلان، بعدش میگه که بعد دیگه هیچی حرف نزدم، فهمید گفتم نکنه که آخرینش باشه. محبت پیامبر رو با صحابه، محبت صحابه رو با پیامبر. زیبا اینجاست که محبت خود پیامبر رو برای ماهایی که بعدها میاییم. در اواخر عمر پیامبر کریممون بود که وقتی از بقیع برگشتند با اهل بقیع خداحافظی کردند و خودشون را آماده می کردند برای رفیق اعلا، فرمودند که وددت لو انی رأیت اخوان، من آرزو داشتم که برادرام رو می دیدم. صحابه این جان برکفان میگن که یا رسول الله اول اسنا اخوانک، ما که هستیم دیگه. فرمودن نه، شما یاران منید، شما دست پرورده های این مکتب رسالت هستید. برادران من که منظورم هست اونایی هستند که بعد از من میان، منو ندیدن و به من ایمان میارند. یعنی مایی که الان هستیم واقعا باید به این گفته پیامبر بنازیم که پیامبر میخواست ما رو ببینه. البته این ما باید همونی باشیم که پیامبر خواست، که اونا به من ایمان آوردن، منو ندیدن و به من ایمان آوردند. خیلی لحظه بسیار بسیار زیبایی است. در این کلمه رو ما باید با آب طلا بنویسیم تو دلهامون، این کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو بکاریم. من الان میخوام از استاد سلیمانی، کسی که شاید و انشاءالله از جمله اون کسانی است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم شوق داشتند که شما رو ببینند. تصور کنید ما الان اینجا نشستیم و یهو پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم وارد اینجا شدن. الان شمایی که پیامبر مشتاق دیدار شما بود،
از پیامبر چطور استقبال میکنی؟ والا تصور چون این صحنه خیلی مشکله برای انسان. در خواب وقتی که انسان، یادم هست اولین باری که خواب مسجدالنبی رو دیدم، اولین باری بود که تو خواب میرفتم مسجدالنبی. از خواب که بیدار شدم پشیمون بودم که چرا بیدار شدم و حقیقتش تا چند ماه با اون خواب خودم داشتم زندگی میکردم. به مجرد این که فقط تو خواب اومده بودم مسجدالنبی. اولین باری که وارد مسجدالنبی شدم، از همون موقع تو دلم بود که انشاءالله یک روز این خواب به تعبیر میرسه. وقتی که وارد مسجدالنبی شدم فکر میکردم که اصلا اینم یه خوابه. باز همون موقعی که اومدم گفتم خدایا اگر خوابه بگذار کمی حداقل این خواب ادامه پیدا بکنم، من یک دوری بزنم تو هم. و تو همون مسجدالنبی هم که بودم تا حداقل یک هفته من اصلا باورم نمیشد که تو مسجدالنبی ام. قبل از اینکه به هر حال برم به سمت کعبه و در مقابله با کعبه که هنوز وقتی کعبه یادم میاد تنم میلرزه. حقیقتش هنوز که هنوز بر از این که الحمدلله بارها و بارها الله تعالی توفیق داد که ببینمش کعبه رو، هنوز که هنوز وقتی میرم سمت کعبه احساس میکنم میتونم به خورشید خیره بشم ولی به کعبه نمیتونم خیره بشم. و اینو میدونم که کعبه در برابر پیامبر هیچی نیست. اگر با پیامبر روبرو بشم از این میترسم که هیچ وقت این اتفاق نیفته. احساس میکنم این لیاقت هنوز ندارم. اما از الله متعال این امید رو دارم که این سعادت رو نصیبم بکنه. به اعمال خودم در خوش نیستم اما به رحمتتون امیدوارم. هم که توی کودکی همیشه تو نوجوانی دعا میکردم که یه روزی زیارت کعبه نصیبم بشه الله تعالی. به خاطر فضلش، رحمتش، منتش به من نصیبم کرد. اما ته دلم به الله تعالی ایمان دارم که انشاءالله میبینمش. حتما انشاءالله حتما. و اگر انشاءالله اولین باری که بخوام ببینمش این فرصت نصیبم بشه، میدونم قبل از اینکه من چیزی بگم اون شروع میکنه به صحبت کردن. میدونم وقتی که یارانش جلوش کم می آوردن نمیدونستن چی بگن، اون میفهمید اونا رو. قبل از اینکه اینا حرف بزنن اون میدونست. حضرت علی قبل از اینکه حرف بزنه جلوش درباره فاطمه زهرا خودش گفت نکنه به خاطر فاطمه اومدی. کسانی که باش دشمنی کردن اومدن پیشش، در مقابلش نشستن، قبل از این کنه حرف بزنن خودش حرف زد. کسانی که اومدن، تنها دلخوشیم همینه که لا اله الا الله رو میگم، محمد رسول الله رو میگم. بهش دلخوشم، باش زندگی میکنم. هر وقت یادش میفتم غم غصه‌ام تموم میشه.
خیلی برام زیباست احساسش، نامش، وجودش. اگه یک روزی شخصی به اسم محمد در زندگیم نباشه، از شدت غم و غصه حتما میمیرم، چون نمیتونم این دنیا رو تحمل بکنم به وجودش. دنیا برام یه زندان میشه، موقع خیلی سنگین میشه تحملش برام. وقتی یادش میافتم زندگیم احساس میکنم که یه رنگ دیگه پیدا میکنم و میدونم که این احساس من نیست، تنها احساس همه است. و به اعمال خودم که هیچ وقت دلخوش نیستم، اما به فضل الله تعالی و به رحمتی که پیامبر داشت بر امتش دلخوشم. اینو با تمام وجود یقین دارم که ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اون کسی که برای ابوجهل ابولهب دل سوزوند، یقینا برای کسانی که محمد رسول الله میگن محبتش نسبت به مسلمان‌ها کمتر از توجهش نسبت به ابوجهل ابولهب نیست. اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت به ابی انت و امی یا رسول الله، جان و روح من فدات یا رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمودند که هیچ یک از شما وارد بهشت نمیشه با اون کار و زحمت و عبادتی که انجام داده. گفتن حتی شما یا رسول الله؟ فرمودن حتی من. الا ان یتغمدنی الله برحمته، مگر اینکه رحمت پروردگار شامل حال من بشه. و خداوند متعال در حدیثی قدسی می‌فرمایند انا عند ظن عبدی بی، من در گمان بندم چه تو باشه، من اون گمان بندم رو برآورده میکنم. پس ما به خدامون خوشگمان باشیم، این امید رو داشته باشیم که خدای منان نه به خاطر اعمال ما، نه به خاطر خوبی که ما داریم، نه، هر آنچه ما انجام میدیم اگه همه زندگیمون رو در یک سجده ای در مقابل خداوند سپری کنیم، شکر یکی از میلیون ها میلیون نعمت خدا رو نمیتونیم به جا بیاریم. اون کارهایی که ما انجام میدیم میشه شکر نعمت چشم و بینایی باشه، یا شنوایی، یا اما امیدمون به خدامون هست، امیدمون به رحمت خدامون هست به ما. اینی که فقط همین رو داریم، بیایم پیش خدامون بگیم که البته ثابتش هم کنیم که ما چیزی نداریم الا انی احب الله و رسوله، مگر اینی که من خدا و رسولش رو دوست دارم، تا بشیم از اون و من یطع الله و الرسول، از اون افرادی که از خداوند و پیامبرش اطاعت و فرمان برداری میکنن، تا بشیم از جمله اونهایی که فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، تا بشیم با اونهایی که خداوند بر اونها منت نهاده و نعمتش رو بر اونها ارزانی داشته از پیامبران. مگه نه این که ما هر روز در نمازامون میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ما میخواییم که با اونها باشیم، با اونهایی که خداوند بر اونها نعمتش رو ارزانی داشته. در سخن گفتن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این احساس که اگر ما روز قیامت پیامبرمون رو دیدار کردیم، آیا میتونیم تو چشاش نگاه کنیم بگیم یا رسول الله ما اونچنان بودیم که شما خواستید، بگیم یا رسول الله ما از جمله اون افرادی بودیم که لیاقتی این رو داریم یا داشتیم که شما فرمودید که وددت لو انی رأیت اخوانی، اگر پیامبر ما رو ببینه الان در این وضع و حالی که هستیم آیا خوشمون میاد؟ آیا خوشمون میاد یعنی همین لحظه‌ای که الان هستیم در وا کنیم یهو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داخل خونه بشه؟ آیا با این وضع و حالی که ما داریم خودمون از پیامبرمون خجالت میکشیم یا نه؟
اگه وضع حالمون اونطوری هست که نه، اگه پیامبر اومد با دیدن سر وضعمون، با دیدن خانه و وضع زندگیمون به ما میگه آفرین، باید خیلی خیلی انسانهای خوشبختی باشیم. اگر نه، اگر پیامبر پشت در بود و ما مجبور شدیم بگیم یا رسول الله یه لحظه که ما خودمون رو جمع کنیم، پیامبر اگر ما رو نمیبینه، خدای پیامبر که ما رو میبینه. آیا میخواییم که با این تصویر، با این حالتی که هستیم پیامبر رو دیدار کنیم؟ بسیار زیباست در کنار پیامبر زیستن و پیامبر رو در خودمون داشتن. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خداوند عذاب نمیکنه مؤمنان رو اگر پیامبرش در زندگی اونها باشه. برمیگردیم پیش استاد سلیمانی و میشنویم از لطافت پیامبر با دیگر صحابه، مثلا از افرادی که یک مقداری گمنامند در صحابه، یک مقداری یعنی زیاد اسمشون رو نمیشنویم، چطور پیامبر با اون زیر دستان، با اون فقیران، با اون افرادی که بسیار زیاد نام و نشانی در سیرت پیامبر ندارند، با اونها چطور برخورد میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا از اونجایی که به هر حال سراپای وجودش رحمته، برای ما گمنامن. بعضی از صحابه حالا در تاریخ روایت‌ها به هر حال ذکر نشده، برای ما نرسیده، زیاد خبر نداریم از اون، یا شاید مثل ستاره‌هایی بودن که در کنار ماه و خورشید زیاد به چشم نیامدن. اما یقینا برای رسول صلی الله علیه و سلم هیچ وقت اونها گمنام نبودن، یعنی هیچ وقت اونها رو گم نکرد. هر وقت که در زندگی این طرف اون طرف میرفت، از اونها احوال میگرفت، خبر میگرفت. در نمازها همیشه حواسش بود به همه افرادی که در جمع بودن. یه عده از اون کسانی که حالا بحث وقتی میگیم فقیر تو مدینه در سالهای اول اونقدر ثروتمندی هم نداشتیم که بخوایم بگیم فقیر. شاید کسی بوده که خب حالا مثلا نون خوش داشته یا چیزی گیرش میومد یا چیزی گیرش نمیومد. همه در یک سطح بودن بیشتر. خود رسول صلی الله علیه و سلم مادر میفرماد در خونه ما 3 هلال ما میرفت، یعنی حدود 45-50 روز رد میشد. ما تو خونه چیزی نداشتیم برای پختن، آتشی روشن نمیشد، یه خرما بود و یه دونه آب بود. بعضی وقتا بعضی از صحابه خب اللحاظ خودشون رو وقف کرده بودن برای رسول صلی الله علیه و سلم، برای تعلیم آنچه که ایشون میفرمود، صحبتاشون دوست داشتن ضبط بکنن، برسونن این سرمایه رو به امت و خب فرصت پیدا نمی‌کردن که برن و درآمدی داشته باشن. من جمله ابو هریره رضی الله عنه است. حضرت ابو هریره از اونجایی که کل وقتش رو میگذاشت برای اینکه کار دوربینای امروزی رو بکنه، کار کانالای امروزی رو بکنه، ضبط کنه و دوباره پخشش کنه یه جای دیگه فرصتی نداشت کار دیگه بکنه. یه حافظه بسیار قوی الله تعالی بهش داده بود که ضبط می‌کرد و بعد به بقیه میرسون. بقیه صحابه هم نمیتونستن 24 ساعت در محضر پیامبر باشن، خب کار داشتن، زندگی داشتن، خرج داشتن. حضرت ابو هریره خودش رو وقف کرد برای این کار. خب طبیعت جسم انسان یک تقاضایی داره دیگه، کم میاره. بعضی وقتا میفهمد من انقدر فشار گرسنگی بر من زیاد میشد، یک روز 2 روز من غش میکردم، میافتاد. باز دور بری روشم نمیشد از کسی چیزی بپرسه. اون مناعت طبعش هم اجازه نمیداد که دست دراز بکنه پیش کسی. و بقیه دور بریا میفرماید که فکر میکردن من مرضی غش گرفتم، میومدن پاشون رو گردن من میذاشتن، رو سر من میذاشتن و فشار میدادن. منم که نمیدونن که من از گشنگی غش کردم، غش ندارم. و باز میفهمد من به بهونه میومدم بعضی وقتا، بعضی این صحابه که احساس میکردم این نون خشکی پیدا میشه خونهشون، حداقل 4 تا خرمای، لیوان آبی، یه سوالایی از اونا میپرسیدم. وقتی که از مسجد خارج میشدن همراهش میشدم، فلان این آیه، این روایت، این حدیث چی میشه؟ اونم برمیگشت به من میگفت. جوابی که پیش خودم بود کاملتر از جوابی بود که از اون میشنیدم.
هدفم اصلا این نبود. صدام بفهم یه از بهونه‌ای می‌خواستم پیدا کنم باهاش همراه بشم، دم در بگه بیا بریم تو. یک غذایی به ما بده تا اینکه رسول صلی الله علیه، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه حواسشون به این مسائل بود و میفرستادن حضرت ابو هریره رو، صحابه میمدن فلانی اینو ببر خوند، فلانی اینو ببر خوند. یا در بسیاری از موارد رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز کسی که میومد، خب پیامبر خودشون هم یتیم بودن، هم مشکلات اقتصادی زیادی رو در ابتدای زندگی داشتن، اینا رو همیشه سعی میکردن که میدونستن که بقیه چی میکشن، گونه نبود. وقتی که انسان خودش سیره شاید زیاد به فکر گرسنه‌ها نباشه. به همین خاطر تو رمضان ما بیشتر به فکر فقیراییم، چون مجبورن یه توفیق اجباریه که نخوریم. تو خندق وقتی خندق میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن خندق میکردن، از اون طرف دشمن داره میاد، هوا سرده، خندق هم مسیر طولانی هست، میکنن بعد به سرعت این مسیر کانال بزرگ رو حفر کنن. خیلی‌ها فرصت برای نماز خوندن ندارن، چه برسه برای غذا خوردن، نیست چیزی هم بخورن، کجا بیارن؟ و شاید برای ما عجیب باشه اما وقتی صحبت میکنیم که نیست چیزی برای خوردن، مگه نون هم نبود؟ نه نون هم پیدا نمیشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک از صحابه اومد گفت یا رسول الله، از شدت گشنگی به شکمش یک سنگی بسته بود، بالا کرد گفت یا رسول الله، سنگ رو بسته تا معده کمی جمع بشه کمتر احساس گشنگی بکنه. پیامبر پیراهن مبارکش رو زد بالا، 2 سنگ بست. این همدردی پیامبر، یعنی الان یکی از مشکلات ما اینه که فرمانده‌های ما تو قصرها، رئیس جمهورها، پادشاهان نشستن و اصلا هیچ بی خبرن که تو کوچه و خیابان، توی پس کوچه‌ها چی میگذرن. و کسانی هستن که واقعا وصف حال اونها رو انسان میشنوه تا 2-3 روز نمیتونه غذا بخوره از حزن، از ناراحتی، از غم. و همین الان تو همین دنیای خودمون پیامبر صلی الله علیه و سلم این خودش یک کمی از اون بار روحی که بر اون صحابی بود یقینا کم میکرد. با مالیشون 2 تاست. یک روز خلاصه صحابی جابر بن عبدالله غالبا اومد گفت یا رسول الله، من یک چند تیکه نون دارم، یه مقداری آرد تو خونه دارم و یه چند تیکه نون درست کردم و یه بزغاله‌ای دارم و همینو برای شما 5-6 نفری شما لطف کنید بیایید و من یه غذایی که پختم. حضرت فرمود که تو برو غذاتو درست کن، در دیگه تو باز نکن، در تنورت هم باز نکن، همینجوری نرم غذا رو گرم بذار، من میام. فرمود چشم. بازم تاکید کرد که رسول الله 5-6 نفری. حضرت فرمود تو برو این کارو نکن، فقط مواظب باش که در دیگ و تنور باز نشه. اومد تو خندق گفت ای اهل خندق بیاید بریم مهمونی داریم میریم. جابر دعوتی کرد. جابر مهمون کرده. کلا مسلمین نمیخ اهل خندق بلند شدن، چند صد نفرن دارن میرن سمت جابر. خانم جابر از اون نگاه کرد، وای خاک تو سرم شد. چی شد؟ چه وضعیتی اینجا. جابر تو نگفتی برای پیامبر مگه چند نفر؟ گفت چرا من گفتم 4-5 نفر. گفت تو گفتی مطمئنی گفتی؟ گفت آره. گفت پس حالا که گفتی پس خودت الله رسول الله. اینه که حالا این ایمان این خانم میرسونه که چقدر نسبت به حرف پیامبر اعتماد داره. و خلاصه بحث طولانیش نکنیم که اومدن حضرت صلی الله علیه و سلم نشسته بودن سر دیگ و سر تنور، یک نان از این ور میگیرن درشو میبندن، این مقدار گوشت از این ور میذارن تو این کاسه درشو میبندن. تمام این لشکر غذا خوردن، همون غذا با همون مقدار اول داخل دیگ باقی مونده، مقدار نون هم همون مقداره. و اینه که از معجزات رسول صلی الله علیه و سلم در این باب هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون خودشون دوست داشتن فقیرانه زندگی بکنن با اینکه ثروتمند بودن و میتونستن زندگی شاهانه داشته باشن، اما هرگز این گونه زندگی نکرد. یک روز روزه میگرفتن، یک روز دیگه باز یک کمی، اما یک روز اومدن در خانه پیش ام المؤمنین عایشه امروز چیزی برای خوردن هست؟ مادر فرمود نه یا رسول الله. یعنی چی وقتی میگیم چیزی برای خوردن نیست؟ یعنی نه یه تیکه نون خشک، نه یه تیکه خرماست. پیامبر چلو کباب نمیخواست از حضرت عایشه، چونو مرغ نمیخواد، فسنجون هم نمیخواست ازش، بیسکویت و آب میوه و اینا هم که نمیخواست. یه چیزی برای خوردن نبود، همینم نبود. فرمود پس من امروز روزه میگیرم و روزه گرفتن. این یعنی همدردی پیامبر با فقرا بیشتر عملی بود تا شعار باشه. خود پیامبر اینجوری زندگی میکرد تا بفهمی که اونا چی میکشن و این بود که صحابه هم هیچ وقت شکایتی نداشتن که فلانی رسول الله خودش داره به ما نمیده. و از گرسنگی میومد کنار جاده مینشست، ابوبکر میومد یا رسول الله
چرا نشستی اینجا گشنه شدم؟ تو برای چی اومدی؟ منم به خاطر گشنگی تو خونه چیزی نبود اومدم بیرون. عمر می اومد باز دوباره همین رکعت تکرار میشه. 3 نفری میرفتن خونه یک صحابی، باز تا یک چیزی براشون می آورد و میل میکرد. و این گونه برخوردها سبب میشه تا اعتماد جلب بشه، همراهی بشه و اینا رو ما در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم می‌بینیم. من زیاد حرف زدم امروز، شما کنه منو غافلگیر کردید تو این برنامه. حالا شما هم یک بخشایی رو، اگر محمد جان، نمیدونم احمد جان، ما اجازه فرصت داریم یا وقتمون تموم شد تو کارم کاملا؟ حقیقتش من تو گوش منم صحبت نمی‌کنن، مشکلی اینه اصلا به من نمیگن چی، همه رو به جناب دکتر میگن. حقیقتش من خودم رو گم کردم در این قصه های زیبایی که از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از زبان شیوای استاد فضل الحق سلیمانی ما داشتیم میشنیدیم. من خودم رو هم گم کردم و یادم هم رفت که تو استودیو هستم. به هر حال کارمون نبود، کف پا گذاشتیم تو کفش دیگران و حالا هم مجبوریم از بینندگان عزیز هم پوزش بخوایم که یادم رفت که اصلا بپرسم که به اصطلاح پیامایی که شما از طرف شما اومده و پیامگیرم که دست استاد هست و ببخشید انشالله این پیامایی که فرستادید و همه رو انشالله در فرصت‌های دیگه انشالله با استاد سلیمانی مرور میکنیم. خیلی زیباست وقتی که ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونطور که استاد فرمودن تک تک افراد تو چشمشون بزرگ بودن، کوچیک و بزرگی نبود، همه پیش پیامبر عزیز بودن. وقتی پیامبر در یکی از غزوات پرسیدن که کی رو گم کردیم، کی نیست، گفتن که یا رسول الله فلان نیست، فلانی نیست، فلانی نیست، دیگه کی نیست، فلانی نیست، فلانی نیست، دیگه همیناست یا رسول الله. فرمودن نه ولکنی افقد جلیبیبا، جلیبیب، من جلیبیب رو نمیبینم. جلیبیب کسی که اگر جایی میرفت کسی متوجهش نمیشد، آدم افتاده. یا وقتی دیگه که پیامبر رو میبینیم که یک پیرمردی بود از بادیه نشینان، هر وقت می اومد مدینه یه چیزی برای پیامبر هدیه می آورد از چیزایی که تو صحراها هست، تو وادیه ها هست. و پیامبر هم وقتی می رفتن چیزای شهری رو بهش میدادن، میگفتن که ایشون بادیه ماست و ما شهری ایشونیم. یه روز دیدم که بنده خدا تو خیابون داره چیزایی که با خودش آورده، چیزایی که تو صحرا هست اونا رو به اصطلاح میفروشه. اومد از پشت گرفت چشاشونو و باشون شوخی میکنه و میگه که این رو کی از من میخره. و ایشون هم وقتی احساس کردن پیامبر خودشون رو به پیامبر میچسبوندن و میفرمودن که یا رسول الله لوجدتنی کاسدن، اگر کسی منو نمیخره، من بازارم کساده. اما پیش پیامبر عزیز بود. این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. لحظات بسیار شیرینی رو داشتیم با استاد فضل الحق سلیمانی و شما بینندگان عزیز. از این که من شما رو هم غافلگیر کردم و به اصطلاح میکروفون رو از جناب استاد رو بودم، اولش از شما معذرت میخوام و همچنین از استاد سلیمانی و انشاءالله تا دیداری دیگه همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. تشکر میکنم از اینکه همه شما عزیزان تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو برای متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتون.